بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و با برنامه دیگری از سری برنامه‌های مهندسی جهل در خدمتتون هستم. امیدوارم که این برنامه‌ها در نزد به خصوص استادان دانشگاه به خصوص استادانی که علمی فکر می‌کنند جا بیفته و این بحث ها مطرح بشه. بحث هایی که در سالهای گذشته مطرح کردیم من میبینم که گاهن حتی در میان دانشگاهیان فارس زبان هم مورد پذیرش قرار گرفته و به عنوان ماده های تحقیقاتی در اونها دارن سخن میگن. این خیلی خوب هستش که سنگی رو به دریاچه فکر میندازیم و دوستانی انسانهایی پیدا میشن و اینها رو به آکادمیا میبرن و به دانشگاه میبرن و تبدیلش میکنن به بحث جوامع دانشگاهی. این خیلی خوب هست، اما واقعیت اینه که در این حال که خودشون هم بخشی از اون مهندسی جهل هستن. ما امروز باز هم تلاش میکنم کتاب بیشتری رو معرفی بکنم. حداقل دوستان این وبلاگ من هستش، اگه دوستان خواستن میتونن برن اینجا. ما امروز مهندسی جهل رو دیروز 26 اعلام کردم، اشتباه بود، 27 بوده و امروز 28 رو اجرا میکنیم. خب بریم به آذربایج کتابخاناسه آنلاین ببینیم که امروز چه کتابهایی رو فرستاده. امروز اگر اشتباه نکنم 12 کتاب رو آپلود کرده. خدا طب توجه عربجه فارسجه، یک کتابی رو ترکی و فارسی و عربی اینجا گذاشته. یه فردی به نام یوسف اینها رو یغلمش جمع کرده از این ور اون ور، کتاب‌های مختلف رو اسمش هم گذاشته طب هدا. خب این هم در 3 زبانه هست. اذکار جمیل، ذکرهای زیبا، باز هم در رابطه به عرفان است. احادیث، این در سال 1006 نوشته شده، یعنی حدود 340 سال پیش 340 سال پیش نوشته شده و در 306 صفحه. ادعیه و عقاید متعلق، این دیگه معلومه که چی هستش، دعاها و عقاید اسلامی رو داره بازی میکنه. جنت الاسماء مجربت اللباع، نمیدونم مجربت اللباع چی میشه، ولی خب به هر حال یه کتابیه به این زمینه که در رابطه با فکر میکنم اسماء خدا صحبت میکنه، در رابطه با عرفان و اینجور چیزا. امیدوارم که این بتونیم یه روزی این رو هم بخونیم. رسالت قضا و قدر و رساله تنبیه غیبی فکر کنم یا غبی فی رؤیت نبی، این هم یک کتابیه که در رابطه با قضا و قدر صحبت میکنه، از موضوعات اعتقادی، دینی و حتی تا کمی میشه فلسفی درون دینی اسلامی هستش. البته در جاهای دیگه هم این بحث میشه، به شکل‌های مختلفی بحث میشه. این هم در 60 صفحه نوشته شده و به ترکی یا ساعت نامه. این خیلی کتاب جالبی خواهد که ببینیم این چی هست. من اینو میذارم دانلود بشه که بعداً بتونیم اینو ببینیم. علم اعتقاد رو فکر میکنم دیروز صحبتش کردیم، یا مصابیح الایمان، این هم یکی از اونهاست. مکارم اخلاق فکر میکنم اینم دیروز، اینها رو فکر میکنم دیروز یا امروز، به هر حال اینها کتاب‌هاییه که نه، اینها امروزه. این مکارم الاخلاق در حدود 500 سال پیش نوشته شده و در 676 صفحه. این هم میذاریم دانلود بشه برای روزهای آینده. میزان الحق فی الاختیار الحق، حق چیه؟ این جالبه، خیلی جالبه، برای اینکه من در مورد حق یه تعریف خاصی خودم ارائه دادم و بهتره که ببینیم این چی هست.
جل و علا حضرت لرینین صفاتی. این کتاب کاملا ترکی هستش، در سال 989 قمری نوشته شده، در 444 صفحه و درباره صفات حضرت جل و علا، حضرت الله هستش. حالا اعتقادی هست، بیشتر اعتقادیه. حالا اینجا یک کتاب دیگری داریم، کوچگری تاریخچسی. کوچگری نمیدونم این یعنی چی میشه، این کوچگری تاریخچسی 1850 یعنی تاریخچه کوچ احتمالاً باشه. این ترکی ننوشته، یه بخشش ترکی یه بخشش فارسی هستش به نظرم میاد، یعنی با لهجه فارسی نوشته. چوچ در اصل ترکیه، کوچ فارسی لهجه فارسیشه و این یوزیلیک قرن 18 رو، تاریخچه قرن 18 کسانی که کوچ میکنن رو در 434 صفحه نوشته. خطبه نکاح از اینجا به بعد دیگه کتابایی که دیروز دانلود کردیم. این صفحه رو با اجازهتون من میبندم، دوباره میریم سراغ کتابهایی که دانلود کردیم تا ببینیم که چه چیزهایی داره. امروز 3 کتاب رو الان اینجا دانلود کردیم، میریم برای پریروز ببینیم که صفات سلبیه ما چیا رو خونده. وطن رو خوندیم، صفات سلبیه ثبوتیه. ببینیم دیگه چی بود اینجا که ما نخونده باشیم. عوامل فارسی رو گفتیم. علم معانی، فکر میکنم علم معانی مونده بود. نه اینم خونده بودیم. وطن رو خوندیم. فضیلتلر لسویک اینجاست. از اینجا به بعد وطن رو دیدیم که یک نمایشنامه هنری هست. بعد 2 تا کتاب دیگر رو دیروز خوندیم دوستان که الان اینجا من چرا نمیتونم به خاطر اینکه اومدیم به جای اینکه از اول شروع بکنیم به خوندن، اومدیم یکی روزنامه جدیده مرغوبه بود، یکی هم بذار ببینیم اون چی بود. اگه بتونیم اینها رو روزنامه بود اسمش، اگه الان داره روزنامه مرغوبه، یه چیزی در این زمینه بود که در رابطه با نجوم صحبت میکرد. چقدر کتاب دانلود کردیم دیروز. خب من این روزنامه رو نمیبینم. حالا بریم از اول هفته قبل کتابایی رو که دانلود کردیم رو از اینجا به بعد ببینیم چی هست. یه دونه علم حساب رو باز بکنیم و یکی هم این فضیلت ها رو باز بکنیم. به تدریج از همینجا وارد بشیم که دیگه خیلی هم دوستان کسانی که الان دارن من رو برنامه رو نگاه میکنن، از تلگرام هست، اینستاگرام هست و یوتیوب. در یوتیوب شما میتونید اصل کتاب رو که دارم نشون میدم ببینید، سطرها رو، کلمه ها رو، حروف رو، اینها رو ببینید، جمله ها رو که میخونم رنگش رو، اینها رو ببینید. ولی در اینستاگرام و در تلگرام شما این رو نمیتونید ببینید. خب برای اینکه متاسفانه اینا تلفن های یا دستگاه های مختلفی هستن که بس کردیم. خب کتاب جلد سبزی داره. این کتاب اسمش چی بود؟ فضیلتلر، در 128 صفحه. خب همین صفحه پشت جلد رو که باز کرد دیدیم که با یک کتاب روبرو شدیم. بغدادlı şeyhin مخدومی محمود افندی. بغدادlı şeyhin مخدومی، مخدوم میشه فرزند، حالا احتمالاً دختر. مخدوم محمود افندی
نه پسره، اسمش محمود، احتمال میدم که چیز باشه. اینجا یه 5 نوشته، یعنی این صفحه 5، اون 4 صفحه دیگه سفیده، حتی صفحه 6 هم سفیده. صاحب ممالک رعنا گلفه، این صاحب این کتاب رعنا گلفه، همین میشه خلفه، احتمال میدم خلفه خلفه. سنه 1281 این کتاب رو در سال 1281 خریده، یعنی حدود بگیم که 200 سال پیش، حدوداً 200 سال پیش این رو خریده، این کتاب رو صاحبش شده. کتاب با یک حاشیه خیلی خوبی چیز شده، خطکشی شده، رنگ‌آمیزی شده، نقاشی شده داریم میبینیم اینجا. این نقاشی هم به نظرم میاد که روی آب باشه، احتمال میدم که بله روی آب باشه این نقاشی، خیلی باهاش آشنا نیستم. کتاب تمیز مونده، کلماتش مثل قرآن، به خط که در ایران ما خط قرآنی میگیم در اصل، به اون خط زیبا نوشته شده و به استاندارده، یعنی استاندارد ترکی استاندارده. حالا ببینیم که این در چه زمینی هست، از نظر علمی یا از نظر تخصصی به چه رشته‌ای تعلق داره، اینو خواهیم دید. اما کتاب ببینیم که از کجا به ترکی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. گفتیم وقتی از زبان ترکی استاندارد صحبت میکنیم، باز هم تکرار میکنم تقریبا برای دوستانی که برای اولین بار دارن برنامه رو میبینن، ببینید ما وقتی داریم صحبت میکنیم از جهاز صوتیمون که از ممکنه نافمون شروع بشه تا نوک دهانمون و بینیمون، تا این لبهامون، منظورم لبها و بینیمون، این صداها سیستم صوتی ما هستش. بر اثر فشار هوا ما یه صداهایی رو مدیریت میکنیم، یه صداهای خاصی در بیاد، این صدا هست. ما برای هر یکی از این صداها تلاش کرده، پدران ترک ما تلاش کردن الفبا بسازن که یه خطی رو روی کاغذ بکشن، بگن آقا این اگر اینجوری باشه حسن هست، ه هست، ببخشید اگر همین ه رو بنویسیم روش یه نقطه بذاریم خ هست، اگر همین خط رو بکشیم زیرش یه دونه نقطه بذاریم میشه جیم، اگر همین خط رو بکشیم و 3 تا نقطه زیرش بذاریم میشه چه. خب این خطی که رو کتاب کشیدن حاصل همکاری 2 تمدن فارس، عربی و ترکی هستش. خب در اصل عربی خیلی اولیه و ابتداییه و صداها رو تلاش کردن روی کاغذ خیلی اولیه ابتدایی که تشخیصش خیلی سخته از هم بریزن، ولی ترک ها اومدن این رو به شکل هنری، هندسی و قابل تشخیص از هم که اشتباه نخونن دوباره اینها رو نوشتن. حالا اینها علامت‌های و سمبول‌های برای صداهایی است که ما از دهنمون در میاریم. منتها باز هم وقتی شما اون چیزی که حرف بهش میگیم، اون علائم خطی که روی کاغذ هست که الان میبینید اینجا در کتاب، اینها رو میبینید، صداشو نمیتونید تشخیص بدید که این صداش چیه. این اسمش ه هست، چه هست، صاد هست، تا هست، زا هست، اما صداش چیه؟ آیا این چه خونده میشه، چو خونده میشه، چه خونده میشه، چی خونده میشه، چا خونده میشه، چو خونده میشه، چه خونده میشه، چی خونده میشه؟ اینو نمیتونیم تشخیص بدیم. اینو استانداردش کردن، اومدن همین ترک‌ها اومدن براش صداهای یعنی فتحه، کسره، ضمه، او، ای و سکون و تشدید رو گذاشتن. ولی متاسفانه همین ترک‌ها به خاطر اینکه تسلیم دین شدن و همونطور که باید تسلیم خدای دین بشن، تسلیم الفبای دین هم شدن دیگه. نیومدن میگن آقا زبان ترکی 3-4 تا حرف دیگه داره، صدای دیگه داره، علامت براش درست بکنیم. این رو نکرد، فقط نون غنه رو
علاوه کردن به اون مجموعه حروفی که برای ترکی عربی ساختن ترک ها، یه نون غنه رو هم اضافه کردن. در نتیجه شما وقتی به کتاب های تاریخی فارسی یا ترکی یا عربی مراجعه بکنید و اگر در اونها یک کاف رو ببینید در وسط کلمه یا آخر کلمه که کشیده نداره و روش همزه هست یا سه نقطه کشیده داره ولی سه نقطه گذاشته شده، این نون غنه هستش که هنوز کاملا استاندارد نشده، برای اینکه مال ترکاست، ترکا دارن می‌نویسن. در اون کتاب هایی که هم کشیده داره، یه جا هستش می‌بینید که نون غنه که رو نوشته، داخلش همزه گذاشته بدون اون کشیده که، مثل لام هست ولی یه جا هستش می‌بینید که همون رو نوشته با کشیده که امروزه میشناسیم نوشته، داخلش 3 تا نقطه گذاشته. این هم دوباره همون نون غنه هست. این رو آوردن وارد ادبیات کردن، اما ü، ا و ا رو علامت گذاری نکردن پدران ما. خب این وقتی ما با اینها عادت میشیم، یک کتابی رو با اینها مینویسیم، استاندارد میشه. ترکی استاندارده به نظر من، در تعریفی که من دارم ارائه میکنم. ولی وقتی شما یکی دو کلاس بالا برید با ترکی، ادبیات ترکی، خط ترکی، همین یعنی خطی که نوشتیم، با صدای اونها آشنا بشه هم چشمتون هم ذهنتون، دیگه شما اگر کلمه غلط هم نوشته شده باشه دیگه متوجهش نمیشه، چون چشمتون و عقلتون عادت کرده اول کلمه رو که میبینه در سیاق جمله این رو تشخیص میده این کلمه چی میتونه باشه، هم صداشو در میاره هم غلطاشو خودش میگیره، اصلا حذفش میکنه. خب اما وقتی یکی دو تا کلاس که بالا رفتید دیگه این صداها رو نمیذارن، در تخصصهای بالاتر نمیذارن. حالا یه مثال براتون بذارم. ببینید دوستان، وقتی که قاجارها میخواستن برای فرانسه یا آلمان یا سوئد یا انگلستان، روسیه، عثمانی دانشجو بفرستن که برن اونجا تحصیل بکنن، تبدیل بشن به مهندس برگردن، خب جامعه اون زمان بسیار بی سواد بود. ولی این پادشاهان می اومدن یه تعداد بچه های پر استعداد 14 15 16 18 ساله رو پیدا میکردن، میگفتن پاش بی سواد، حتی اینا نمیدونن مداد چی هست، اینا رو میگفتن شما میرید اونجا درس میخونید. اونا میرفتن در عرض 2-3 سال هم زبان اون کشور رو یاد میگرفتن، هم نوشتن و خواندن رو یاد میگرفتن اون زبان، و هم بلافاصله بعد از 1 سال که با این زبان آشنا شدن وارد تخصص میشدن، مهندسی میشدن. نمیرفتن 12 سال درس بخونن ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، بعد برن مثلا کنکور و اینا رد بشن برن مهندس بشن. از عمرشون خوب استفاده میشد در اون زمان. الان آموزش در جوامع کل دنیا، آموزش کشتار انسانها، عقل انسانهاست، همون مهندسی جهله. از اول ابتدایی بچه رو از 2-3 سالگی حتی مهد کودک میبرن، شستشوی مغزی میکنن، جهل مهندسی میکنن، عمرشون رو تلف میکنن، اینجا اجازه نمیدن بازی بکنن، یاد بگیرن، تو جامعه چیز بشن. اینا میرن اونجا و بعد 12 سال تازه میرسن به جایی که باید 1 سال صرف میکردن، الفبا رو یاد میگرفتن، یک مقدار زبان رو یاد میگرفتن، وارد دانشگاه میشدن. تازه تو دانشگاه هم 4 سال عمر صرف میکنن. این بخشی از اون صرف عمر سیستمیه که به پول تبدیل کرده آموزش رو، و این خیلی خطرناکه. برای شستشوی مغزی هستش، برای مهندسی جهله، چون از همون بچگی شما رو دولت میگیره، بچه ها رو میگیره و ذهنشون رو بر اساس اون برنامه‌ای که طبقه حاکمه، قدرت حاکمه، اونهایی که مدیران شستشوی مغزی برای اهداف خاصی دارن انجام میدن، به اختیار اونا قرار میدیم و اونا ما رو، مغزمون رو بر اساس اون چیزی که دلشون میخواد شکل میدن. در گذشته این نبود. بچه ها بازی میکردن. الان مثلا من دارم میبینم بچه ها دیگه کوچه نمیرن، خصوصا در کانادا بچه ها کوچه نمیرن، بچه ها تنهایی نمیتونن برن مغازه، بچه ها تنهایی هیچ کاری نمیتونن بکنن. البته که
بخشی از اینها به خاطر امنیت بچه هاست. یعنی خب در گذشته یهو مثلا یک دیوونه پیدا میشد، یه بچه‌ای رو میگرفت، نمیدونم گوشش رو پاره میکرد، یه چیزی از گوشش مثلا گوشوارش رو بگیره، نمیدونم علنگوش رو بگیره یا تجاوز بکنه و اینها. این اتفاقها افتاده و اینجا از ترس اینکه برای بچه‌های اینها هم تکرار نشه به قانون تبدیل کردن که تا 18 سالگی یا 16 سالگی بچه به تنهایی نمیتونه بره یه جمع، خارج از خانه خیلی نمیتونه بره. در نتیجه حتی بخواد بره ورزش و نمیدونم یه جای فوتبال بازی بکنه و اینها، یا باید با معلم ها باشن یا باید با پدر و مادر باشن، یا باید با مادر یا پدر باشن. به این شکل میتونن تنهایی برن تو این جمع، به شرطی که پدر و مادر چششون روی این بچه باشه. در نتیجه خیلی بچه ها الان محدودن و بسیاری از کارهایی که ما در نوجوانی انجام میدادیم، بچگی مثلا 2-3 سالگی میرفتیم بالای درخت، اینا دیگه نمیتونن انجام بدن حتی در سن بالا. این هم از اینا بگذاریم. برگردیم به کتاب بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسلمون نوشته الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. Ma'lum ola ki bu kitabın faziletlerin beyanıdır. Bu kitap faziletlerin beyanıdır. معلوم بشه که این کتاب فضیلت ها رو بیان میکنه، اما فضیلتlerin یعنی فضیلت یکی دیگر رو، فضیلت اون رو بیان میکنه. التی 6 اینو میتونیم آلتی بخونیم. حالا من التی خوندم عربی، اینجا بعد دیدم که صدا گذاشته آلتی. خب آلتی نگاه کنید دوستان، این من اینو یه ذره بزرگتر بکنم دوستانی که میخوان ببینن که اینجا صداها وقتی استاندارد بشه ما از این اشتباه ها دیگه نمیتونیم و اشتباه رو سریع میتونیم اصلاح بکنیم. آلتی ترتیب و üzere یعنی این فضیلت رو در 6 ترتیب بر üzere یعنی بر اساس 6 ترتیب این کتاب رو داره چیز میکنه. اول کسی نگاه کنید خیلی تبریزیه، خیلی قرداغیه. اول کسی یعنی اولین ترتیب ذکر Allah'ın faziletlerini Allah'ın faziletlerini zikretmek. Zikr kerdن یعنی به زبان آوردن. İkincisi Recep ayının faziletlerin. بخش دوم فضایل ماه رجب هستش. آینن نگاه کنید، آیون نون، البته نین değil، آیون نون، ن رو اون گذاشته. آیونون که رو نگاه کنید دوستان، که ساکن با همزه روش، این نه غنه هست. آینون، نون اول، نون دوم. فضیلت. üçüncüsü نگاه کنید، üçüncüsü حتی او رو با واو نوشته دوباره. üçüncüsü شعبان آینون فضیلتlerin. سومی فضایل ماه شعبان. dördüncüsü رمضان آینون فضیلتlerin. beşincisi zilhicce آینون و محرم آینون فضیلتleri. در فصل پنجم، ترتیب پنجم که میشه فصل پنجم، محرم نگاه کنید، محرم آینون فضیلتlerini بیان ایدر نگاه کنید، ایدر. صدا الان اینجا خیلی خوب منو داره کمک میکنه این صدا گذاری، که اینو به همون شکلی که نویسنده صداهاشو در آورده من بخونم. خیلی شما با صدای نویسنده میخونید. الان من کتاب هایی که بدون استاندارد هستن با صدایی که یک تبریزی، یک اردبیلی، یک قرداغی در میاره اون کتاب رو میخونم، ولی وقتی صدا رو میذاره با صدای خود اون نویسنده من اینو میخونم. مثلا فضیلتین، حالا چی بود ادامش؟ اینجا فضیلتین sevabın qiyasi. این هم kimse bile bilmeye aciz qalar. Hakkı Teala'dan
nida gele kim ya firişteler kim ya firişteler sezanın sevabın hesabın bilmez. Siz benim ol şakir ve zakir qavlumun sevabın bilurəm diyen tekim Kur'an'da buyurur. اینجا قرمز نوشته ولی ذکر الله اکبر. قرآن'da buyurur ve dahi dedigim innema یوفف الصابرون اجرهم بغیر حساب. بلکه بلکن کم تکری اینجا باید تنکری بخونیم تنری بلکه تنری اینجا که حالا اینجا دوستان الان دارن نشون میدن تنری رو تنری می نوشته که اینجا سکون رو گذاشته ت رو صدای ت اومده بالای که و سکون رفته بالای ر تنری در حالی که ری با ای خونده میشه این میشه تنری بل نکم اینجوری بخونیم بل نکم تنری تعالی ذکر ایلمک فرضدür. هر مؤمنه نکم همین نکمی که اینجا اون بالا نوشته بود حساب بلکه نکم این نکمه قرآن ده buyurur. حالا اینجا دقت بکنید دوستان داره خیلی صداگذاری زیبایی کرده خط زیبایی نوشته. من هیچ مشکلی در اصل برای خوندن این کتاب بعد صدایی که نویسنده میخواسته در بیاریم رو باهاش ندارم. به راحتی میتونم این کتاب رو بخونم و به هر زبانی که حداقل به 3 زبان میتونم اینو ترجمه بکنم. حالا میگه که در اینجا این رو گفتش که فضیلت این ماه رو که گفت یا ذکر خدا رو که گفت میگه ثواب این رو kimse یعنی هیچ فردی kimse bilmeye عاجز گالر از درک ثواب این که با یه چیزی قیاس بکنه قیاسنی یعنی قیاس بکنه مقایسه بکنه این رو با یه چیزی هموزن بکنه عاجز میمونه از از فهم این بیلمه نگاه کنه این مثلا من الان مثلا اینو بنویسم مینویسم بیلمکه اما این به لهجه محلی احتمالا نمیشه بیلمیه یعنی از فعل بیلمک رو نوشته که رو حذف کرده به یه تبدیل کرده کی که الان در ترکیه میگن کی چیز نرمه البته اون غیر نرمه ولی خب اینجا هر حال این میگه از چیز هستش برای اینکه حق تعالی دادن ندا گله از طرف خداوند یک ندای میاد کیم یا فرشته‌لر چه کسی یا فرشته ها سزانون ثوابون حسابون بالمز کسی یا فرشته‌ای نمیتونه سزا اینجا به معنی مکافات جایزه اون حق یه چیزی که میپردازیم بهای ثواب رو حساب بکنه benim ol şakir ve zakir golumun sevabın biliyorum diyen tekim Kur'an'da buyurur. میگه که تنها منم او یعنی خدا میگه تنها منم اون کسی که ثواب ذکر ذاکر رو و شکر شاکر رو میدونم و دیyen tekim Kur'an'da buyurur. Buyururم دیه یعنی بگه کسی که بتونه اینو ادعا بکنه که من میتونم بگیرم این خود خداست. نه تکم قرآندا نه تکم
قرآندا نجکی، این نتکم در زبان امروزی ما نتکیم، این در گذشته به جای نجکی امروز نشسته. نتکیم قرآندا بuyurur، در قرآن چی گفته؟ ولی ذکر الله اکبر و ذکر الله اکبر، ذکر خداوند بزرگترین ذکر هاست. قرآندا buyurur، اینو دوباره تکرار کرد. و دخی دیدیکم و همچنین گفت که انما یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب، خداوند اجر صابران را بدون حساب و کتاب بهشون میده. حالا این دیگه خیلی زیبا نوشته با این. حالا ادامه بدیم، من نمیخوام کتاب رو ترجمه بکنم برای دوستان. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. معناسی بودور کیم داره معنا میکنه آنlar kim، آنهایی که، آنlar kim ایمان getirdiniz. احتمالا این باید اینجوری بشه برای اینکه این کتاب یه بار این کزه یه بار پاک شده و دوباره نوشته شده، در نتیجه getirdiniz باید بشه. این که نخونده میشه getirdiniz. çok zikr ettiniz، çok ذکر ettiniz. دقت با این، خیلی این الان دیگه اینجوری گفته میشه، ولی اینجا میبینیم که با همون علامت که رو گذاشته با ساکن به معنی نون. oturarken yürürken. الان ما در ایران مثلا میگیم در ایران یورمک فقط برای اسب هستش، که مثلا یه لغتی هست که در رابطه با اسب به کار میریم، راه رفتن اسب یورمک برای اسب الان به کار میره که خیلی با آهنگین راه بره، نه اینکه چاپا. یعنی حالا این چاپاق چی میشه به فارسی نمیدونم که من نمیدونم، اینو الان فرار کرده از ذهنم. یورورکن، ولی الان در ترکیه این یورمک رو اومدن به انسان هم این کارو میکنه، یه راه میره. ما در تبریز متاسفانه اومدیم پیاده میگیم، پیاده، یعنی به جای اینکه بگیم یورور، یعنی اسب هم راه میره، من هم راه میرم. اون فعلی که برای اسب به کار میبردیم، حالا نمیدونم چرا اونو الان برای انسان به کار نمیبریم. در گذشته الان پیاده رو به کار میبریم. پیاده جدیرم، یعنی حالا این نمیدونم فارسی هست ترکی هست، این هم نمیدونم. یورورکن یعنی در حال راه رفتن. پس وقتی اوتورورکن ذکر ادونوز تشدید گذاشته. نگاه کنیم برای اولین بار میبینم در این کتاب تشدید هم گذاشته. ادونوز otururken در حالی که نشستید، یورورکن در حالی که راه میرید، پیاده روی میکنید، یا یاتورکن حتی در وقتی که یاتورکن یعنی در وقتی که دارید میخوابید. ببینید اینجا کن رو نگاه بکنید، فرقش با که به معنی نونه نگاه بکنید. بعد روی که معمولا یه صدا هستش، نون ساکنه، یعنی این نشون میده که خود که ساکن نیست. خب در نتیجه این صدای که میده. اما در جاهایی که روی که این کتاب استانداردش کرده که نون غنه هست، یعنی تو دماغ باید، تو بینی باید خونده بشه، ساکن گذاشته. یا تورکن یانونوز üstüne dahi Tenri Teala etti. یانونوز الان نمیگیم یانونوز برای اینکه این جمع دیگه یانز میشه. البته ما در تبریز اینو چون ادبی نمیخونیم، با ضمایر ادبی هم احترام آمیز هم خیلی کار نمیکنیم. ضمایری که در زبان ترکی الان به کار میره در آذربایجان، در میان ترک‌ها در ایران، این ضمایر احترام آمیز نیست. در ضمایر احترام آمیز من به شما احترام میذارم، میگم شما، ولی وقتی میگم تو، این احترامی نیست.
یه مقدار میشه گفت که نگیم که بی احترامیه، اما به مفهوم اینه که یه مفهوم کوتاه تحقیرآمیز داره. به هر حال زبان ترکی به این گرفتار شده که در 100 سال گذشته ما ادبی و محترمانه صحبت نمی‌کنیم. خیلی کلمات و جملاتی که به کار میبریم خیلی تقریبا خیلی کوچه و بازاری، خیلی تحقیرآمیزه، محترمانه نیست. وقتی شما مثلا من به شما میگم که شما، به در زبان ترکی میگم siz جنابız، این خیلی متفاوت اصلشه سن بگم سن. اگر جمع هستن بگم siziniz siziz. اینجا حالا من اینم خودم نخوندم، درنچه نمیدونم این چیه. الان این تو این کتاب دارم میبینم یا بعضی دوستان که صحبت میکنیم یاد میگیرم که مثلا چجوری باید این رو ادا کرد. ببینید زبان فارسی هم در ایران به خصوص در 50 سال اخیر خیلی بیادب شده. خیلی، یعنی استاد دانشگاهش، ملاش، رهبرش، نماینده مجلسش، مدیران کلش، نمایندگانش، وزیرش، نمیدونم همه. قبلنا ارتشی ها بیادب بودن، یعنی زبان ارتشی ها، حالا فرماندهان ارشد باشه یا مثلا رضا شاه، از زمان رضا شاه بی‌ادبی در ارتش اوج گرفت و به فرهنگ تبدیل شد. برای اینکه این حتی میتونست بگه که ببخشید دوستان، این کلمات رضا شاه دیگه، میگفت زن فلان، با حرفی که با ق شروع میشه، ه به ه، ق به ه، اینو میگفت به تیمسار مملکت، به وزیر، به نخست وزیر میگفت مثلا دختر فلان شده، زن فلان شده، مادر فلان. از اینجا بود که این فحش وارد ادبیات، فحش چاوداری، فحش لاتی، فحش طبقات پایین اجتماع که ادب و زبان حالشون نیست، علم حالشون نیست، سیاست حالشون نیست، وارد سیستم سیاسی شد. ببینید وقتی یک شاهی که خودشو شاه میگه مجلس طویله هست، این دیگه ببینید چقدر تحقیر زبان محقر شده، چقدر این فرهنگ حالا زبان مثلا خامنه‌ای رو شما نگاه بکنید، داره صحبت میکنه، نمایندگان مجلس رو چیز رو نگاه بکنید، عصبانی میشه، نمیتونه خودشو کنترل بکنه. یه آدم سیاسی نباید عصبانی بشه، یه سیاستمدار حق نداره از سیاسی عصبانی بشه، فحش بده، تحقیر بکنه دیگران رو. ولی ما میبینیم که مثلا دیگه در این 50 سال 60 سال اینکه سیاسی ها بیان، این فرهنگ باعث شده که فحش بدن. این فرهنگ باعث شده که وقتی انقلاب شد مردم این فرهنگ انفجاری، فحش و توهین رو یاد گرفتن. ببینید از همان روز شروع کردیم مرگ به این مرگ به اون. زبان، ادب، این فرهنگ فارسی فرهنگ مؤدب نیست، زبان مؤدبی نیست الان در هیچ سطحی. ببینید وقتی شما کلماتتون سیاسی نباشه، تحمل آمیز نباشه، ادبی نباشه، مؤدب نباشه، احترام آمیز برخورد نکنه، زبانتون تبدیل میشه به عمل. میرید سفارت ها رو اشغال میکنید، میرید بمب میذارید، میرید آدم میکشید. برای اینکه وقتی میگید میزنم تو دهنش، دندوناشو میشکنم، این دیگه چی میشه؟ تبدیل میشه به عمل. زبان ترکی، ما در ایران در 100 سال گذشته از زبان علمی، ادبی، تخصصی استاندارد ترکی نه تنها اینها رو یاد نگرفتیم، بلکه زبان علمی ما تبدیل شده به زبان محدود علمی. زبان علمی استاندارد ما تبدیل شده، کوچیک شده، تبدیل شده به یک زبان کوچه و بازاری، تهاجمی، تحقیرآمیز. ما با این کلمات به همدیگه احترام نمیذاریم، حقوق هم رو به رسمیت نمیشناسیم، مرزهای شخصیتی، انسانی، فکری، عقایدی همدیگه رو به رسمیت نمیشناسیم. این کلمات وقتی من میگم سن، یعنی من شما رو اولا با این کلمه، نه اینکه این بده، ولی خب
برای یک نویسنده، برای یک روزنامه‌نگار، برای یک محقق، برای یک تاریخ، برای یک معلم، برای یک استاد دانشگاه، برای یک ملا، برای یک آدم باسواد، کتابخوان، کتاب نویس، هنری، یک هنرمند، این به معنای اینه که این آدم لاته، این آدم مؤدب نیست، ادب نداره، احترام بلد سرش نمیشه. این آدم میتونه دست به جنایت بزنه، این آدم میتونه دست به کشتار بزنه، این آدم مرزهای بین خودش و من رو از نظر جسمی و روحی و روانی به رسمیت نمیشناسه. این زنش و دخترش و وقتی میگه سن، این دیگه اون مرز اون رو به بردگی کشوند. ما در سیاستمداران، استادان دانشگاه، روحانی ها، آدم هایی که دست به قلم هستن، می نویسن و می خونن، کسانی که تحصیل کرده های عالی هستن، علاوه بر این که باید سواد و تخصص یاد بگیرن، باید زبان به رسمیت شناختن مخاطب و مخاطبان و حتی اونهایی که مخاطب شما نیستن، در دور در هستن، سوم شخص مفرد یا سوم شخص جمع رو هم یاد بگیرن. برای اینکه ما باید به رسمیت بشناسیم وجود هم رو، روان هم رو، اراده هم رو و حتی فیزیک و جسم همدیگر رو به رسمیت بشناسیم. و این رو چجوری به رسمیت میشناسیم دوستان؟ در سخنانمون، در کلماتی که از دهانمون نسبت بیرون میاد. این صوت‌ها، تارهای صوتی، سیستم صوتی ما اون صدا رو ایجاد میکنه. اون صدا باید همراه با حرمت و احترام و تعظیم و تکریم باشه. حتی اگر در گذشته، در دوره قاجار و قبل از اون، اگر در دوره مثلا شاهان عثمانی، سلجوقی، اینها اگر یکی رو میخواستن حتی تهدید بکنن، مؤدبانه تهدید میکردن. زبان سیاست، زبان علم، زبان تخصص، زبان مؤدبانه، منظور از مؤدبانه احترام آمیز به دیگران هست. شما با دشمن میتونید بجنگید اما حق نداری فحش بدید. ببینید، این که من دائما از این، نه اینکه من خودم خیلی آدم اخلاق، برای این گفتم من بر اساس چه فرهنگی بزرگ شدم. اگه من به یکی میگم سن، واقعا قصد توهین ندارم، برای اینکه من در همین جامعه زبانم رو یاد نگرفتم، از نظر ادبی یاد نگرفتم، از نظر استاندارد یاد نگرفتم، از نظر خطی یاد نگرفتم، از نظر نوشتاری، جمله بندی، از نظر تخصصی علمی اینها رو یاد نگرفتم. در عین حالی که فقط درس خوندم به زبان مادری و به زبان ترکی، اینها رو به من یاد نمیداد، که به من نوع احترام گذاشتن به دیگران رو هم یاد میداد، نوع رفتارم با دیگران رو هم یاد میداد. برای اینکه کلمات دوستان وقتی در ذهن ما هستن و به زبان ما میان، نشانگر رفتار و نوع فلسفه و نگاه ما به جامعه و دیگران هم هست. اینجوری نیستش که ما به تنهایی بگیم آقا این یک کلمه است، گفتم سن دیگه. آقا وقتی میگم سن، این سیز بگیم، این یعنی حضرت عالی، یعنی من تو رو، جسمت رو، روانت رو، روحت رو، فکرت رو، اخلاقت رو، اون شکل شلمایل صورت و بدن و لباست رو، موی سرت رو به رسمیت میشناسم. اما وقتی میگم سن، انگار یه چیزی تو این آدم هستش که من نمیپسندم، به رسمیت نمیشناسم و باید این رو یه جوری تحقیرش بکنم. ما الان در تبریز و جاهای دیگه به زبان عامیانه کوچه بازاری چاوداری، یعنی کسی که مثلا هیچ سوادی نداره، هیچ ادبیات نمیدونه، سیاست نمیدونه، تحصیل نکرده، با زبان علم و زبان تخصصی و زبان ادبی و زبان دین و زبان عرفان و زبان قرآن و زبان اخلاق و زبان فلسفه و زبان بین المللی آشنایی نداره. منظورم نه زبان چیزا، نه، زبان دوستان عرض کردم تعیین کننده رفتار ما نسبت به دیگرانه. نشون میده که ما در رفتارمون نسبت به دیگران چگونه رفتار میکنیم. زبان ترجمه ای از رفتار ما با دیگرانه یا تصور ما از دیگرانه. یعنی ما اون زبانی که به کار میبریم، مثلا بعضی از دوستان میان، من دوست دارم اینجا میگم، زیر همین ویدیو فحش مینویسه،
تلاش میکنه مثلا تحقیر بکنه. البته اون برای من مثلا بنویسه تجزیه طلب نمیدونم مزدور فلان، خب بنویسه، برای من که ارزشی نداره حرف اون. ولی چرا اینجوریه؟ برای اینکه اون آدم ذهنش من رو یاد، الان مثلا این 800 نفری که یک تومار امضا کردن برای رئیس جمهور و دولت و اینا همه جا دارن، این میدیاهای فارسی که عرض کردم این اقلیته، یه 200 نفر از اساتید ترک اومدن یه نامه نوشتن به دولت و گفتن آقا زبان ترکی به عنوان زبان رسمی آموزشی و اداری باید به رسمیت شناخته بشه. حالا یه 800 لومپن فارس پا شدن به جای اینکه به این آدم ها جواب بدن، بگن که خب شما خواستاتون باید بپذیرن، یعنی آقا این خواست و اراده من رو تو باید به رسمیت بشناسی، تو حق نداری اراده من رو، جسم من رو، جامعه من رو، اقتصاد من رو، هویت من رو، تمدن من رو، تاریخ من رو به رسمیت نشناسی. اصلا در اینجا که تو بیای بگی آقا نه تو زبان نداری، تو حق نداری به زبان خودت درس بخونی، تو تجزیه طلبی فلانی، یعنی تو من رو تو به زبانت نمیگی، در اصل تو داری البته در یه جایی هم گفته باید اینا دستگیر بشن، به دولت میگه آقا اینا رو دستگیر بکنید، مجازات بکنید. نگاه بکنید، میگه چرا رئیس جمهور اومده با یکی به زبان ترکی صحبت کرده باید مجازات بشه. خب این عرض کردم اون کلمات فقط کلمه نیست، اون رفتار اون جامعه رو با ما نشون میده. خب من ترکی که یا کرد یا عرب یا بلوچ یا ترکمن یا قشقایی یا لور یا گیلک یا مازنی یا تالش و هر کسی که تو این مملکت هستش به رسمیت نمیشناسی، وقتی قانون اساسی تو و خودت به عنوان روشنفکر فارسا هستی من، تمدن من، زبان من، تاریخ من، خط من، ادبیات من، جامعه من، اقتصاد من، سرزمین من، معادن من، آب من، هوای من، رودخانه من، نامهای ترکی من رو به رسمیت نمیشناسی، خب تو دشمنی داری میکنی. این زبان نیست ساده، این عمله، این عمل شما در این هست. حالا اینا باید می اومدن میگفتن آقا حق با شما، شما انسان هستید، شما به هر حال چه ما بگیم آذری هستید چه ترک هست بگیم، شما یک تفاوتی با من فارس دارید، با مای فارس دارید و حقتونه که اون تفاوت رو زندگی بکنید. جغرافیاتون، وطنتون متفاوت از منیه که در مثلا در اصفهان و در فارس و در جا زندگی میکنم، متفاوت، حق دارید اون رو زندگی بکنید، حق دارید مالک منابع خودتون باشید. به جای اینکه اینا رو بگه اومده گفته که آقا اینا باید دستگیر بشن، مجازات بشن. خب این چیه؟ این زبان فارسی، زبان با آنکه زبان آموزش هست، با آنکه زبان اجباره، با آنکه زبان دانشگاه تحصیل حوزه علمی است، سیاست حقوقه، اما ضد حقوقه. همون زبان ضد حقوق هست، همون زبان ضد تمدنه، همون زبان برای که با تمدن‌های دیگر رو میخواد محو بکنه. این زبان نمیتونه زبان تمدن ساز باشه. وقتی یک زبانی در پی این هستش که زبان من رو، تمدن من رو، تاریخ من رو، وطن من رو، هویت‌های مختلف همه جانبه فردی و اجتماعی، حتی نام‌های من رو از بین ببره، این نمیتونه تمدن ساز باشه. تمدن ساز شما یه بمب رو بذارید بگید آقا این بمب میتونه یه خونه بسازه. کدوم بمبی تا الان از هواپیما یا دینامیتی مثلا یه جای گذاشتید این خونه ساخته؟ یک آجر رو روی آجر گذاشته. یک زبانی که وضعیت بمب داره، دینامیت داره، شما اینو هر کجا بذارید اونجا رو تخریب میکنه. زبان فارسی تنها یک بمب، یک دینامیته برای تخریب تمدن‌های دیگر، زبان‌های دیگر، جوامع دیگر، ملت‌های دیگر. ببینید من تلاش میکنم بگم که زبان، نمیخوام اینجا تلاشم برای این نیست که بیام سیاسی صحبت بکنم، اینجا میخوام بگم زبان باید و در همه جای دنیا، مثلا کانادا هم منافعش با آمریکا جور در نمیاد، الان آمریکا منافعش با الان خیلی کشورها جور در نمیاد. خب
ولی ببینید آیا این میگه که مثلا من به دهن ایران میزنم؟ میگه آقا ما دو راه داریم، یا باید بجنگیم یا باید بریم مذاکره بکنیم. نگاه بکنید تا الان نگفتی که من تو دهن خامنه‌ای میزنم، تو دهن ایران. برای اینکه این سیاستمدار با آنکه لومپن‌ترین سیاستمدار تاریخ آمریکا همین آقا هستش، همین آقا که الان اونجا هست، خیلی رک و پوسکنده و خیلی چجوری بگیم کوچه و بازاری صحبت میکنه، تجاری صحبت میکنه، ولی به دهن خامنه‌ای بزنم و اینا نداره. تهدیدشو میکنه آقا جنگ میکنیم، بمباران میکنیم، ایران خسارت میبینه، ولی توهین نمیکنه. به جنگ تهدید میکنه مؤدبانه. بی‌ادب‌ترین فرد تاریخ سیاسی آمریکا سیاستشو ببینید. حالا ایران چیکار میکنه؟ نمیدونم اون قمارباز، این یعنی میاد از لومپن‌ترین لغت‌های ممکن سیاسی رو به کار میبره، در عین حال که رفته تو میز مذاکره هم نشسته به طور مستقیم. من میگم از نظر سیاسی میخوام بگم ما در آذربایجان، در ایران، ترک‌هایی که در ایران زندگی میکنیم در 3 سال گذشته نه تنها با زبان استاندارد ادبی منظورم یعنی از نظر جمله بندی که جمله بندی های خوبی باشه، نه به این که محترم آمیز و چیز باشه، این نه به اون ادب نیست. ادبی به نام ادبیات آشنا نیستیم، تخصصیش هم نمیدونیم، علمیش هم نمیدونیم. من تخصص رو با علمی جدا کردم، مثلا ریاضیات و فیزیک و شیمی و داروسازی و پزشکی اینا علمی هن. مثلا فقه و تفسیر قرآن و دعانویسی و جادو جنبل و اینا تخصص من دارم به اینه میگم. در این حال در کنار اینها آهنگری و مثلا نجاری و اینها هم تخصصن. بالاخره این آدم چرا میگم تخصصه؟ این دعانویس داره با یه کاری زندگی میکنه، یه تخصصی داره چجوری این آدم ها رو قانون، برای همین دارم میگم. اما وقتی که ما بریم تو مدرسه، مثلا ترکیه رو شما بخونید ببینید، وقتی یک مادر داره بچه‌ش رو صدا نمیکنه، مثلا نمیاد از الفاظ توهین آمیز استفاده بکنه، ای پدر مرده، ای مادر مرده، ای نمیدونم یتیم، ای یعنی نگاه کنید فرق بین کلماتی که از دهان یک انسان در میگه، نگاه کنید میگه که افندیم، مثلا اسمش بلوت، اسم بچه بلوت هست، ابر، یا اسمش مثلا یاغشته، بارون، یا اسمش مثلا چمن هست، سبزه، هرچی، گل. مثلا میگه که گل افندیم، گل افندیم، اصلا صدا خودش نرم میشه، برای اینکه همین کلمه افندیم رو در رابطه با خدا به کار میبره، میگه که الله افندیم. نگاه بکنید زن به وقتی شوهرش رو صدا میکنه برمیگرده میگه افندیم، یعنی همین کلمه‌ای که برای خدا به کار میبره برای بچه به کار میبره، برای زنش هم به کار میبره. وقتی مرد زنش رو صدا میزنه میگه افندیم، عزیزم، بالم، جانم، دوستم، عشقم، sevgilim. خب نگاه و این رو مقایسه بکنید با اینکه زهرمار مثلا حالا یا مرد یا زن همدیگه رو صدا میکنن، یا بچه مادر رو صدا میکنه زهرمار، یتیم مرده. آقا این زبان تحقیر، کتک زدن، از بین بردن این چیز هستش. وقتی حالا من این کتاب رو دارم میخونم امروز، حالا این همه صحبت کردیم، خیلی هم فکر میکنم که بی ربط نبود این صحبت های امروز. میگه که manası budur ki anlar kim iman getirdiniz. ببینید getirdiniz نمیگه getirdiniz، getirdiniz یعنی جمع میبنده، حتی شما رو جمع میبنده به عنوان جمع یا به چیز. çok ذکر ettiniz. نگاه کنید، otururken, yürürken, yatırken yönünüz üstüne dahi Tanrı Teala، یعنی حتی
اگه به پهلوتون برگردید، yönünüz üstüne، یعنی böğrünüz الان میتونیم بگیم، یا yönünüz یعنی صورتتون به هر طرف که نگاه میکنه شما به اونجا هم برگردید، فرق نمیکنه رو به قبله باشه پشت به قبله باشید، فرقی میگه نمیگه. yönünüz یعنی این سمت صورتتون به هر طرف برگرد، üstüne. البته این yön گاهن این پهلو، yön sağ yönüm sol yönüm یعنی این طرف راست من طرف چپ من. میگه اگر به این طرف هم برگردید، üstüne یعنی اینجا برگردید به این طرف، یعنی از مثلا فرض بکنید به پشت خوابیدید، حالا برگردید به سمت راست به سمت چپ، میگه صورتتون برمیگرده دیگه. برای همین از کلمه yön استفاده میکنه به معنی روبرو. yönünüz üstüne dahi Tanrı Teala ayetti. Tanrı Teala ayetti. Siz beni ayetti. Siz beni zikr eylen. Siz beni zikr eylen. Ben sizi zikr edim. میگه این آیت خداست، ترکی شده داره میگه siz beni zikredin ben sizi zikredim. edem. siz beni dile getirin شما من رو به زبان بیارید تا من شما رو به زبان بیارم. این آیت خدا رو داره به ترکی ترجمه میکنه. نتم چنان که قرآنda آیت دی، همونطور که در قرآن یه آیه هستش که میگه وذکرونی اذکرکم، بنی ذکر من رو به زبان بیارید، ذکر بکنید، یعنی در فکرتون در زبانتون من باشم تا شما هم در زبان و فکر من باشید. خب امام فخر رازی، حالا رفت به امام فخر رازی که ببینیم ازش چی میگه. امام فخر رازی ayet di kuru galan ibadette çok lafzıyla götürmedi. ayet di یه آیه هست در قرآن، کرو یا من اینو دارم کرو میخونم که او، اینجوری دارم به این معنی میخونم. البته این نمیدونم کرو یعنی چی، اینو نمیدونم، احتمالا این کرو هم نیست. برای البته بذارید اینجا نشون بدم دوستان، این کلمه رو الان ما مثل که رو او میخونیم، اینجوری داریم میبینیم، اما احتمال میدم که این یه عمله، کرو نمیشه، برای اینکه اینجا قلان میگه ibadette. مثلا قلان ibadette çok lafzıyla getirmedi. نمیدونم این کرو قلان یعنی قلان، یعنی کسی که کاری رو انجام دادن یک کار در زبان ترکی، حتی در قره‌داغ امروز در تبریز این الان تقریبا دیگه نیست. قلماخ مثلا فقط میگیم نماز قلırım، نماز قلırım، در اونجا این کلمه به کار میره. ولی مثلا فلان işi görürüm یا مثلا آتش od yandırırım مثلا میگیم، حالا قلماخ رو خیلی استفاده نمی کنیم این کلمه رو، در حالی که مثلا اینجا این قلماخ یه فعل گلان نوشته. این کرو باید یه عمل باشه، نمیدونم چیه، احتمالاً تخصصی هست، احتمالاً یه تو متن کتاب که بخونیم آشنا میشیم که این کلمه که اینجوری چه چیزی رو به این نوشته، این چه معنی داره. حالا قلان عبادت اون رفتار رو در عبادت انجام داده، çok lafzıyla çok با لفظ زیاد، çok اینجا باید داخل گیومه بذاریم بگیم که آقا این çok تأکیده. lafzıyla getirmedi، ذکر eylemekte getirdi. میگه که çok با این رو با لفظ çok نیاورد بلکه با لفظ ذکر آورد. این آیه رو داره میگه که در این آیه وذکرونی اذکرکم، حالا فخر رازی میگه این آیت ده، این احتمالا مثلا کرو نمیدونم قلان اون، حالا اون نمیدونم این دیگه نو آیتی نو قلان، نه اینو نمیتونم، این که رو نمیتونم چی بخونیم اینجا، این کرو رو چی بخونیم نمیدونم این چیه، کنو کهو نمیدونم. در هر حال میگه اون عبادتی که داره میکنه در اون عبادت لفظ خداوند نگفته که
چخ زیاد رو به کار نبرده، گتورمده. چخ لفظیله گتورمده، اون عبادت رو نیاورد. بلکه ندیدی ذکر ایلمک گتورده. دیدی که خداوند در قرآن گفت ذکر ایلمک گتورده، از این کلمه ذکر استفاده کرد. Onun çünkü kullarının üzerine rahmeti agide ziyade genagi kişi که ها بلار اینا دیگه رفت رو چیزی که من ترکیه من دیگه لنگ شد. عقیده رحمتینی عقیده زیاده گناهی، این گناه کشی که رحمتی عقیده نمیدونم یعنی چی. زیاده گناهی، من اینو گناه میتونم بخونم، گناماغ میتونی میشه خوند کشی که. حالا اینو باید کتاب رو خوند، با این مفاهیم آشنا شد، برای اینکه این مفاهیم رو باید یواش یواش در طول کتاب با این مفاهیم آشنا شد و بعد کلمات رو فهمید. چون ما این رو درسش نخوندیم و این یه تخصصیه که این آدم داره به کار میبره در مورد یک مباحثی، چه ما بخوایم چه نخوایم، درون دینی هستش و اعتقادی هستش و تخصصه. این رو داره آموزش میخواد بده و شما اگه پای یه معلم در این میان بود میگفت آقا این مثلا بعداً در صفحه فلان این کلمه رو به این معنی استفاده خواهد کرد، اونجا در نتیجه ما این دوتا کلمه رو کنار هم بذاریم در سیاق جمله میفهمیم که این کلمه است و اینجوری باید خونده بشه، یا در اون زمان اینجوری خونده میشد و الان اینجوری باید خونده بشه. خب ولی ما الان چون این کتاب رو نخوندیم نمیدونیم. حالا بریم صفحه مثلا اینجا گذاشته 3، ببینیم این صفحه 3 چی میگه. آدم پیغمبر ثوابون و verir. آدم پیغمبر ثوابون verir. این حالا از اینجا الحمدلله دسه، اگر یکی الحمدلله دسه تنری تعالی او کشیه، نگاه بکنید حالا اینجا کشی، اونجا که گفتیم کشی، نگاه کنید حالا اینجا متوجه میشیم که این کشی درست خوندیم. مثلا من اینجا الان کشیه جمعی فرشته‌ler ثوابون verir. اگه سبحان الله رو بگه یکی دیدیلر کم، اگر یکی الحمدلله سبحان الله بگه تنری تعالی او اول کشیه، اون مرد، اون انسان. کشی اینجا به معنی مرد نیست، فرد مذکر نیست. در حیوانات و انسان ها ما 2 تا جنس داریم، یه ماده در زبان فارسی، یه نر، یه زن داریم، یه مرد. در زبان عربی یه مذکر داریم، یه مؤنث. در زبان ترکی یه دیشی داریم، یه erkek. خب یه آروات داریم، یه کشی، یه قız داریم، یه oğlan. خب اما وقتی میگیم انسان در زبان ترکی، چون انسان عربیه، میگیم کشی. حالا در آذربایجان، در ایران، آذربایجان، به خاطر اینکه ما ادبی نخوندیم زبان رو، همونطور که ضمیرها رو درست به کار نمیبریم، اومدیم کشی شده مرد، آرواد هم شده زن. این هم دوباره چیز میکنه، در حالی که در ادبیات ترکی کشی یعنی انسان. یعنی به جای اینکه مثلا بگیم انسان، یعنی تمامی انسان‌های زن و مرد و سیاه و سفید و زبان‌های مختلف و ادیان مختلف هیچ فرقی در این کلمه ندارن، کشی هم همینه. یعنی وقتی میگیم کشی، بیر کشی، یعنی بیر کشی چه نمیشه؟ بیر انسان مثلا بگیم بیر انسان یا کشی، همین چیز میشه. کشیه جمعی فرشتelerin ثوابون verir. تمامی ثوابهای فرشته ها رو به این میده. الحمدلله دسه، اگر یکی الحمدلله بگه آدم پیغمبر ثوابون verir. ثواب اون آدم پیغمبر، حضرت آدم که پیغمبر بود، هر ثوابی که اون داشت میگه به این میده. من دیگه نمیدونم، اینا دیگه درست به نظرم نمیاد. اون آدم این همه زحمت بکشه، سیب بخوره، از بهش بیاد بیرون، نمیدونم زن نداشته باشه، بعدن بچه داشته باشه، بعدن بیاد
نمیدونم دیگه، حالا ثواب اون رو بدم به آدمی که بگه الحمدلله. از نظر اعتقادی داره تلاش میکنه چیز و دخیل لا اله الا الله دسه، و اگر حتی لا اله الا الله بگه حق تعالی نوح پیغمبر ثوابون بره. خداوند به کسی که گفته بیاد بگه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، ثواب تمامی طول زندگی 950 ساله نوح رو میده به این. آخه چرا مثلا من نمیدونم. حالا اینها دیگه داره اعتقادیه، صحبت کردیم اعتقادیه، اینجا اسماعیل، اینجا جبرائیل، اینجا فلان پیغمبر. حالا دوستان، آیا پیغمبر ترکی هستش یا فارسیه؟ این رو میتونید بررسی بکنید، بنویسید برای من در زیر همین ویدیو که پیغمبر، کلمه پیغمبر آیا اصلش عربی، برای اینکه فارسی نیست، ببخشید عربی نیست پیغمبر، این از چه زبانی اومده یا به کدوم زبان تعلق داره؟ خب من دارم الان این کتاب 128 صفحه است. من تلاش کردم اولش اینجا رو بخونم ببینم که این آدم نویسنده کتاب چه کسیه، ولی این آدم چون عرفانه نمیخواد اعتقادات و اینا رو میگه، عرفان رو میخواد بگه، نمیخواد خودش رو معرفی بکنه. ببینیم که تا آخر کتاب این آدم خودش رو معرفی میکنه یا نه. ابن عباس رضی الله عنه، ببینید این آدم یک مسلمون بهتریه نسبت به سنی، به شیعه ها. سنی هست احتمال بسیار زیاد و خیلی بهتره، برای اینکه این ابوبکر صدیق رضی الله عنه می نویسه، توهین نمیکنه، در حالی که شیعه ها این رو گفتم نگاه کنید خیلی مهمه. زبان وقتی یکی میگه ابوبکر صدیق رضی الله عنه یا مثلا ابابکر حضرت رسول، ابن عباس رضی الله عنه، عثمان ابن عفان حضرت نگاه کنید وقتی کلمات رو شما با انسانها رو با کلمات محترمانه خطاب قرار میدید، این زبان شما محترمانه است. شما چه بگی که مثلا نمیدونم برای عمر و ابوبکر و عثمان و بقیه چه کلمات زشت به کار ببرید، چه کلمات خوب، برای اونها فرقی نداره، اما این روح شما، حقارت شما یا عظمت شما رو نشون میده، گوینده رو نشون میده، گوینده چقدر انسانی نگاه میکنه به انسانها. این مهمه به نظر من، اینجا مهمه. در نتیجه شما این خشونت کلامی رو که به خشونت عملی و رفتاری بدل میشه در شیعه شعوبیه و متاسفانه در شیعه ترک در ایران میبینید، در شیعه ترک آذربایجان تقریبا از بین رفته. این خشونت کلامی و خشونت رفتاری تقریبا از بین رفته. ایران داره بازسازی میکنه، یعنی شیعه شعوبیه داره در اونجا بازسازی میکنه. خب من برم صفحه 10 رو یه چند کلمه هم از این صفحه 10 بخونیم. خیلی دقیق پیغمبر صدق رسول الله و صدق حبیب الله. ببینید چقدر زیبا داره، خیلی مؤدبه این زبان، هم عربیش هم ترکیش خیلی مؤدبه. نگاه کن میگه هم رسول الله، دیگه نمیگه محمد، مثل اینکه بچه ما با حقارت داریم صحبت. آقا یا خدا، همین خدا رو مثل آقا شما وقتی دارید با یه بزرگی صحبت میکنید احترام‌آمیز صحبت میکنید، حالا خدا رو مثل بچه که خودمون که تحقیر کردیم داریم صحبت میکنیم با خدا، در حالی که عرض کردم برای اینکه خدایی که این در زبان فارسی وجود داره الله نیست، یه جنایتکار محلیه، لات محله است، کلمش به معنی اونه، در حالی که الله یه چیز دیگریه. و صدق حبیب الله، حبیب خدا، دوست خدا، چقدر زیبا. دقیق پیغمبر ایدر نماز içinde bir gulun elin kaldırsa Allahu Ekber dese Hakkı Teala ider ey firiştelerim,
görün o gulum beni neçə ulu eylədi. Neçə ulu eylədi. Kəndüvi bildi. Kəndüvi bildi. ببین کندو بیلدی یعنی این کندو گفتیم کند در اصل به روستا الان گفته میشه. این رفته در زبان فارسی شده کوی، köy. الان در زبان ترکی köy یعنی روستا، رفته در فارسی شده کوی. در زبان ترکی در استانبول، در ترکیه استانبولی بگیم، این شده به مهد تمدن. در نتیجه به پایتخت و شهرهای مگا سیتیز میگن، شهرهای بسیار بزرگ کلان شهر در فارسی الان دارن میگن، به اونها میگن کند. کند از خود شروع میشه. من وقتی من یه جایی هستم، من کند اونجا میشه. خب حالا اینجا کندوی بیلده یعنی خدا میدونه. siz tanık olun. bakın ببینید اینجا ما وقتی من این کتاب ها رو میخونم لذت میدارم از اینکه من چرا این کلمات رو تانق یعنی شاهد. نگاه بکنید الان به جای این کلمه عربی شاهد گفته siz tanık olun، شما شاهد باشید. تانق، ببین tanımaktan gelir، از کلمه tanımak میاد. ببینید خیلی زیبا. بندخی، حتی من، آنا، آکا نوشته، گفتم این وقتی چیز باشه، آنا رحمت گلروم. ببین گلروم، گلماخ انجام دادن یه فعله ولی فعل مرکب. رحمت مثلا نه به خیلی چیزا، تا اینو من چون الان نخوندیم نمیدونم در کجاها این فعل مرکب به کار میره. رحمت گلروم، گلورم، گلورم، رحمت گلورم. ببینید فعل مرکب رحمت گلماق به کار برده. خیلی اولولوک ورورم. اولو olmak یعنی بزرگ. حالا در زبان ترکی الله اولودو، اولو تانرı یعنی خدای بزرگ. اولو olmak، اولولوک verdim. Gaçan kim ruku etse، گچان ما الان در اینجا میگیم گاچان یعنی کسی که داره فرار میکنه. گچان کیم رکوع اتسه، اگه مثل اینکه داره فرار میکنه، نمیدونم این یا گچان اینجا به چه معنی هست دقیقا نمیتونم الان بفهمم، باید کتاب رو خوند. اگه رکوع بکنه yazığına اقرار etmiş. yazığına یعنی به خودش. الان من اینو چجوری، خیلی جالبه. yazık، الان من yazık یعنی بیچاره. به فارسی میشه بیچاره. بیچاره، به بیچارگی خودش اقرار etmiş، اقرار کرده. فعل مرکب اقرار عربیش etmiş ترکی. حق تعالی ایدر ای فرشته‌ler. ایدر اینجا به نظر میاد که یعنی میگه. من اینو مفهوم در میارم الان، مثلا قبلا اینو نتونستم. ای فرشته‌ler görün ol gulumun kim bana ruku eyler, buyruğum yerine gelsin diyor. İzzetim azameti hakkı için ben onu yarlıgdım, rahmet kıldım. Kaçanım Sem'allah limen hamde değilse geçanım. نگاه کن این گچانم یک کلمه است. من نمیدونم این چیه. یعنی شاید اون انسان، اون نمیدونم، این مفهوم خیلی برام جدید و جالبه. من شاید مثلا بهتر باشه بریم یه لغتنامه ترکی پیدا بکنیم. مثلا این گچان، حالا نمیدونم این گچماغه چی هست. اینو باید الان چون اسم فاعلش رو آورده گچان میگه او گچانم، شاید به معنی عابده.
اینجا به معنی کسی که عبادت میکنه، عابد مثلا عربیشه، گچان مثلا گچام که یعنی اون عابدی که اون بنده‌ای که نمیدونم رکوع بکنه. یا اینجا پایین گفت چی؟ گچانم کجا رفت؟ گچگون حق چوب بن آنی یارلغدم یارلغدم رحمت گلدم. گچانم اینجا سمع الله لمن حمیده دیسه الله تعالی ایدر گلوم. ایدر نگاه کنید، اینجا دو کلمه ایدر و گچان اینها دو کلمه ایه که برام خیلی تازگی داره، نشنیده بودم. گرچک یا گرجن ادر بن آنن همدین اشیدرن دیر و گچانمın secde kılsa dökülü günahı dökülür. Yani günahış میریزه. dökülü kılsa dökülü günahı dökülür. خیلی این داره. من این کتاب خیلی کلمات ترکی که متاسفانه من حالا بریم تو صفحه 50 هم بریم 50 به یک چند کلمه هم از اینجا بخونیم، یه چند جمله، بعد بریم اینجا رو بخونم برای اینکه اینجا به علی و فاطمه و اینا ربط داره. این هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. این یه آیه بود نوشت اینجا، قبلا هم آیه داشته، یعنی آیه داشته ادامشه، این یه آیه دیگر. الآیت اتیکی علیهم ثیاب سندوس، از اینجا شروع میشه، احتمالاً داره میاد. حالا چون که از اینجا ترکیشون، چون که علیه فاطمه bunun gibi beşaret haberin eşittiler yüzlerin yere koydular, secde-i şükür ettiler. Andan Resulullah kendi eliyle oğul uçmak taaminden alıp Hasan ile Hüseyin'e yedirdi. Nigah بکنید. Çünkü ağızlarına taam koydu hemen bunlar kuvvet bulup turdi yani durdu. الان ما میگیم durmak، اینجا نوشته turmak. البته میدونیم که این ت نیستش، ما الان به زبان تحت تاثیر زبان فارسی ت داریم، این بین ت و د هست. durmak این چیزیه. durdi مثل ت، مثل د، ببخشید مثل د این باید صدا بده، ت دست دار. geldiler andan senindeki taami yediler. دیگه خب صدا رو دقت بکنید. من الان این کتاب رو تلاش میکنم به صدای اون آدمی که نوشته بخونم، برای همین با صدایی که ما امروز در تبریز و آذربایجان رو به کار میبریم خیلی تفاوت اندکی داره. ol yıl hiç açık görmediler. ol yıl yani açlık, yani yıl، dikkat بکنید yıl میشه چی؟ سال، ایل. الان ما در ترکیه آذربایجان میگیم ایل، در حالی که یل اینجا گفته در ترکیه هم یل میگن، در ترکمن صحرا هم یل میگن. هیچ açlık 10 سال هیچ açlık یعنی گرسنگی نگیم، اینو باید بگیم قحطی. اینجا باید اینو قحطی ترجمه بکنیم. görmediler. حالا دیگه بریم آخر کتاب ببینیم که نویسنده کتاب کی هست. کتاب تخصصی دینی هست، اعتقادی، عرفانی، و ببینیم که در صفحه 63 یعنی 106 در صفحه 106 کتاب بخش اول کتاب تموم میشه. بذار اینجا رو بخونیم. تانری تعالی امر برله
Firişteler ani saklardı, saklamak. Saklardı iş bunun için dedi. İş bunun için yani be hatır in. In. İş bunun için yani be hemin hatır dedi. Mesela didi. Böyle didi. Ay müminler günahlarınızı anıp tövbe edin dedi. Yaşın döküp tövbe istiğfar dilinizden eksik etmeyin. Etmeyiniz. İnce ke nun hun demişe. Yaşın yani çeşmetun. Yaşın aşk. Aşk. Yaşın döküp yani aşk یه چیزی رو یعنی که حالا ما اول نخوندیم که الان ببینیم یاشون به چی اشاره میکنه. اشک یه چیزی رو مثلا یکی مرده براش اشک میریزی، حالا برای عفو گناهت اشک میریزی، برای رسیدن به عشق تو معشوق تو خدا اللهت اشک میریزی، اونو داره میگه. یاشون döküp tövbe istiğfar dilinizden eskik etmeyin. Tövbe istiğfar رو از زبانتون کم نکنید. اسکیک etmeyin. dilinizden نگاه بکنید چقدر ادبیه. etmeyiniz. من اینو دوباره اشتباه خوندم. etmeyiniz. Ettiğiniz işlerden ettiğiniz işlerden peşiman olup edin istiğfurullah. Subhanahu ve la ilahe velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ya hayyu ya kayyum ya zelcelal vel ikram. Okuyanı, dikleyeni, yazanı rahmetinle yargıla gıl ya gani. نگاه کنید خودشو معرفی نکرد، گفتش که آخرش که این دعا رو کرد گفتش که چه دعای زیبایی کرد. فرق آدم تحصیل کرده مؤدب با اخلاق محترم با ببین کتاب رو آخرش گفتی که خدایا الله اغیانی کسایی که این کتاب رو میخونه، دین لینی کسایی که این کتاب رو گوش میکنه، یازانی کسایی که این کتاب رو مینویسه، حالا یا خود نویسنده یا کسایی که بعدن اینو مینویسن، نگاه بکنید کپی میکنن. رحمتین لا یارغله این اونجا یه جایی دیگه یارغله رو خوندیم گفتیم که خیلی نمیدونستیم که اونجا چه معنی میده. البته نگفتم یارغی الان در ترکیه هستش، یعنی محاکمه کردن اینا. یارغ قوه‌سی یعنی قوه‌ای که عدلیه و دادگستری اینا. حالا اینجا میگه با رحمت خودت رحمتین لا یارغله، یعنی با رحمت خودت با اینها مدارا کن، اونها رو محاکمه بکن. یارغله گل یاغنه یارغله گل یاغنه. یاغی یعنی کسی که یاغیگری میکنه، بر عکس اراده خدا رفتار میکنه، اون یاغی هست. مثلا ما گناه میکنیم، اگه خدا یه چیزی گفته اونو داریم انجام میدیم، نهی کرده البته، اگر اون چیزایی که خدا گفته نکنید داریم انجام میدیم، میشیم یاغی. مثلا گفته سیب رو نخور به آدم و حوا، اون یاغی میشه، شورشگر میشه، چیکار میکنه؟ میاد سیب رو میخوره، مجازات میکنه، میندازه از بهش بیرون. حالا یارغله گل یاغینی، یاغی رو با یارغه یعنی با عدالت، اینجا با عدالت بگیم خیلی به معنی عدالت بگیم یارغی رو خیلی عالیه. مثلا اون وقت میشه تو ترکیه یارغی محاکمه نمیشه، میگه عدالت خانه. یارغی در اونجا میشه عدالت خانه. تو چون عدالت عربی هست اومده از کلمه ترکیه یارغی استفاده کرده به معنی عدالت. کتاب بعدی شروع میشه یا آخرین بخش کتاب شروع میشه. من دعای عباس بودور. عباسın duası budur. نگاه کنید اینجا عباس تشدید داره اینها رو. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه اسم نویسنده معلوم نیست، تاریخ نویسنده هم معلوم نیست، نوشته هم معلوم نیست متاسفانه در این کتاب‌های عرفانی معمولا عرفا نمیخوان شناخته بشن، چون فکر میکنن که مثلا من خودم میگفتم که آقا مثلا یک کتاب رو چاپ بکنید، اسم پدر من رو اونجا بنویسید، خدا رحمت بکنه، هزینه با من،
هر کسی که این کتاب رو بخونه احسانش بره به پدر من. این از نگاه مادی من سرچشمه میگیره. یه آدم عارف عرفانی که به خدا وصل شده میگه آقا چه اینو بخونن چه نخونن، من اونجا یه چشمه رو، مثلا یکی در سویخ بولاق اومده یه چشمه رو قشنگ لوله کشی کرده، نمیدونم اونجا یه چیز گذاشته خیلی خوب، شیر و آدم گذاشته، اینجا آب داره میاد. اینو هر کسی که میخوره چه بگه الله بونو دوزلدن رحمت الله، چه نگه، اون میره اون رحمت. اینم گفته آقا برای چی من بگم که مثلا آقا برای اسم من معلوم باشه. اینها چیزایی که به خدا خدا خیلی قمنامه. ما تنها تو خونه هر جا هستیم بعضیامون متوجه میشیم که ما خدا هم ممکنه باشه بین من و تو و خدا، ولی یعنی این گناه بین من و تو و خدا، ولی یا این عشق بین من و تو و خدا، ولی ما معمولا خدا رو جزو خدا جزو اون هستی هایی از نظر دینی هست، از نظر دینی جزو اون هستی هایی است که ما خیلی فراموشش میکنیم، اصلا به یاد ما نمیاد که در این حال که خدا گفته من از حبل وریدتون به شما نزدیک هستم، ولی ما هیچ وقت این رو حاضر نمیبینیم. در نتیجه عارفان هم میخوان، اهل عرفان هم میخوان مثل خدا محو بشن، دیده نشن، در این حالی که شما با آثارشون آشنا هستید، میشید، میخونید، اما اونها رو نمیبینید. اینها انسانهای عجیب و غریبی هستند که بسیار از ما متفاوتن. اسم کتاب رو هم فقط خودشون گذاشتن فضیلت‌لر برای اینکه به فضایل برسه. به نظر من اعتقادات بسیار اسم خوبیه برای این کتاب رو تموم کردیم. بریم، فکر میکنم امروز خیلی صحبت کردم، ولی بذارید کتاب حساب رو هم اینجا قید شد با کلمه‌ای که فکر میکنم کتاب نوشته شده، نوشته 262 روی جلد نوشته شده، نقاشی که روی کتاب هست نقاشی آبی هستش، معلومه که این روی آب نقاشی شده و بعد در دوره عثمانی نوشته شده. این کتاب رو من از اینجا میتونم حدس بزنم. جمال الحساب کمال الحساب اسم کتاب هستش، جمال الحساب کمال الحساب. اسکودار واقع والده عتیق جامع شریف امیر خواجنین و وقف ایلدویی کتابلردندر. این کتاب رو دوباره همون آدمی که برای اسکودار معمولا کتابخانه اسکودار مسجد جامع شریف والده عتیق جامع شریف نه، اینو چیز کرده، این کتاب رو هم به اونجا وقف کرده. کتاب باز با کتاب صفحه بعدیش دوستان با اعداد ریاضی شروع میشه، جمال الحساب من الارقام. مثلا اینجا نمیدونم این چی میشه، 200 هستش، اینجا اشکال پول نوشته، دوباره اینجا 200 بو ل آ نمیدونم چی میشه، یک، این ل یکه، احتمالا نمیدونم زیرش 125، دوباره لو ل با مثل تقسیمه. بذارید اینجوری بگم دوستانی که میتونن ببینن، این 3 تقسیم بر 250 بگیم بو، 3 تقسیم بر 275 بگیم. ببینید این تلاش میکنه یک رو تقسیم بر 25 بکنه. من اینو اگه بو بخونم یعنی این میشه 1 تقسیم بر 25 بو، یعنی دوباره 3 تقسیم بر 250 بو، دوباره 3 تقسیم بر 275 بو، 4 تقسیم بر 500 بو، 5 تقسیم بر 625 بو، 6 تقسیم بر 750 بو، 7 تقسیم بر 875 بو، 8 تقسیم بر 1000. مثلا اینها bu mesela bunun müşkili ki 125'tür. میگه bunun یعنی این رو گفته. ببینید این بو هستش، اینا که هستش نقطه نذاشته، ولی این یعنی این عدد این معادله بگیم بهتره. معادله 1 تقسیم بر 25 معادله این بو که اونجا نوشته بو، این من اینجا بگم معادله، ترجمه میکنم به معادله، ولی واقعا از نظر ریاضی نمیدونم اون علامت، گفتیم که صدا و علامت، این چون صدا نداره من نمیتونم بخونم چی هست. من میدونم که اونجا یه چیزی مثل ب بدون نقطه، ل و واو نوشته شده،
اما نمیتونم لو بخونم، بو بخونم، بو بخونم، لو بخونم، لو بخونم، لو بخونم، چی بخونم اینو نمیدونم، چون صدا نداره. بحث قبلی. و من تخصصشو ندارم. چون تخصص و علمشو اگه داشتم، چون این ریاضی علمم هست و تخصصم هست، در این حال این ریاضی اگه بلد بودم میدونستم در مثلا تخصص در فلان این علامت هرچی هست اون صدا داره، اون صدا رو میدونستم، نمیدونم الان. ولی میدونم الان مثلا بخونم میگم آقا یه معادله 1 تقسیم بر 125. حالا اینو داره مثلا bir bölün bölmek، اینو میتونیم بل بخونیم، بلمک، بل، یعنی این تقسیم رو ببینید یه جوری نوشته مثل بل. بل 3'i 250'ye böl. 1'i 125'e böl. دقت بکنید. حالا متوجه شدم. نگاه کنید. با خوندن یک جمله متوجه شدم اینجا اونی که مثل علامت تقسیم 1 تقسیم بر 125 اون بله، بل. نقطه ب رو نذاشته، گفته که آقا این 1 رو تقسیم بر 125 بل، تقسیم بکن. حالا ما نمیدونم به فارسی چی میشه، عربیش تقسیمه. 1 رو بر 125 تقسیم بکن. این بل نوشته، پس اون بالا اونو متوجه شدیم که این بله. مثلا bir bölün müşkili ki ya şekli ki 125'tür tariq-i istihraç olur ki 8 pul barakça bir akçadır. 8 yol bir akçadır yazıp zağ canibe bir sıfır ziyade öle. دقت بکنید چقدر الان تخصصی شد. همین اول کتاب یه مثال، چند تا مثال زد. اشکال پول یا بöl. Bölmağın اشکاlı 1 2 3 4 5 6 7 8 8 تا مثال آورد، تمرین، که بگه آقا کار ما تو این کتاب چیه. اینو میخواد بگه. حالا اینو میخواد توضیح بده که مثلا bir bölün şekli ki ya müşkili ki 125'tür. 125 یه چیزی داریم که یک واحد داریم، یه سیب داریم، میخوایم این رو به 125 تقسیم بکنیم. beştür. طریق استخراج اولدور کی، میگه حل این طریق استخراج، حل این اینه که 8 yol یا 8 pul barakça bir akçadır. نمیدونم حالا اینو تخصصی بخونم. yazıp میگه که 8 بار bir akçadır yazıp 8 بار چی بنویسن. زاغ جانبینه bir sıfır ziyade ola، onun طرف زاغ یه صفر اضافه بذارید، اون شکلی olur. اون وقت میشه اون 10. اون بالا ببین این زاغ حالا به معنی میاد که صورته، یکی مخرج داریم یه صورت میگه یه صفر اضافه بذارید میشه 10. شکلی olur 8 yol ki bir akçe olur. حالا دوباره متوجه نشدم 8 yol olur ki bir akçe olur. قسمت ایلیوب میگه اون قسمت بکنید به 8. olup باقی فلان 2 باقی kalan 2 şekline bir dahi bir sıfır ziyade ایلیوب. اون دوباره حالا اینجوری میگه به 10 به اون یکی صفر اضافه بکنید. حالا این رو به کار بکنید با این میشه نمیدونم مثلا 12 10 تقسیم برای 12 نمیدونم چی میشه. حالا اینجوری دیگه میگه اونجا دوباره یه صفر بذارید، صفر دوباره بذارید میشه 100 تقسیم برای 125 دوباره نمیشه. حالا اینجوری داره بر صفر زیاده الیو باقی گالان 4 شکلینه. این 8 مرحله خواهد بود احتمالاً. من آقا ریاضیم خیلی ضعیفه، فکر می‌کنم اینو
خونده بودیم ولی نمیدونم. و dahi bir sıfır ziyade eləyib hasil qismət ki 125 şekli bir yol olur, bir pul olur ya bir yol olur. Amma səhhəti məlum olmaq üçün tikrar 8 yol pula zərb ölünə 1000 şekli gəlir. Resm bir xanəsi tərh olunub 100 şekli bırakça olur diyor. Cevap verebilir. مثال حالا مثال زده دیگه. نگاه کنید اینجا اومده این کارو کرده. کرات حروف ابجد. اول حروف ابجد رو می نویسه. دوستان اینو من الان خودم اینجا عکس میگیرم. دوستانی که میخوان حروف ابجد رو بدونن این رو عکس بگیرن یا بنویسن. نگاه بکنید من اینجا اینو یه شات اسکرین ازش گرفتم برای خودم نگه دارم. احتمال میدم این واو 66 شده، لو یا بو 36 شده و نه 76 شده، م به 42. یا هر کدوم اینها ب 4 هست، م به 2 هست یا 3 هست نمیدونم، نون 7 هست، واو 6 هست، دال 5 هستش، نون 4 هستش. حالا چرا اینجا مثلا این پس این نون باشه این نه نیستش، این ز میتونه باشه. ت دسته‌دار 9 هستش، واو 6 هستش یا 9 هستش. احتمال میدم که حالا این واوها اضافی هن. اینجا واو 9 هستش. نگاه کنید اینا تقریبا واوها 9 هن. این واوها 9 هن. خب اینو بذاریم اینجا. م هم 2 هستش یا 3. ببینیم اینجا م رو 8 گذاشته، اینجا 2 گذاشته. میشه در آورد که اینا چه؟ م رو 9 گذاشته، واو رو هم 9 گذاشته. نه این دیگه خیلی برای من سخت شد آقا. خب بذارید ببینیم که این شرح کتاب چی گفته. این کتاب 184 صفحه است دوستان. علم حساب. ببینیم که خودش در مقدمه چی گفته. الحمدلله الذی چی اینها رو این نعمت لسان العلم و القلم اللسان کما عجز عن حد که این خط رو هم میشه خون دوستان، خیلی سخت نیست، خیلی چیز هست ولی باید یکی دو صفحه رو آدم بخونه تا یواش یواش با این جمله ها و خطش آشنا بشه، برای اینکه این یه دستخط منحصر به فردیه برای نویسنده. حد کرها بیان الرقم و رقم البیان و الوصلات علی جامع قوانین بر عمل امال و ننا ثوابها و واضع. حالا نمیدونم عربی و فارسی و ترکی و همه رو قاطی کردم من اینجا. موازین بازم اینجا رو نمیتونم بخونم. حسابها محمد مصطفی ایمیم و علا جمیع آلا ابرار، اینا رو میتونم آله الابرار و یواش یواش داره چشم عادت میکنه. و به جملت صحابه الاخبار الذين صلح بلغائهم صلح بلغاتهم کسر بال علباء النهی و جبر انهم بلتهم خلال خطای نفس والله و علی تقاریب فرق المؤمنین الموقنین من خیر و بالاحلان السماواتی. نمیدونم امین آقا جان این خیلی نزدیک به اون عربی اولیه نوشته شده خطش، رسم الخطش. رسم تعلیف روایت فرانه آنه و یا التوفیق و الانه فی. من هم تلاش کردم ترکی بخونم مثل که این نیست. بذارید ببینیم از کجا شروع میشه. هنوز ادامه داره. منوط و بنون. اوکی یه جایی ترکی شده. مشتعل onun bu hadise müttali öldüm ki sadr kainat mucize
و مفخر موجودات علیه افضل صلوات و اکمل و الکل تحیات، لفظ درر بار گوهر نثارنده، منصوب بیرمش یا منصوبیله بیرمش کی قلبو قبل حاسبو قبل ان تحاسبو. اوکی، اینو خوندم. یعنی اعمالون حساب edin hesap ölünmez اول، چون حالا بعضی جاها رو نمیتونم بخونم، چون بو معناسی، حالا اینجا دوباره این کلمه معناسی بودور کی محاسبه ایله شکسته خاطر. اوکی دوستان، این کتاب رو میشه خوند، ترکی هست ولی و غرض آن معلوم و مرادی نامفهوم بو اصنف عبادالله ارباب علمای یا قلماغه. بذارید ببینیم شاید بتونیم کوچیکش بکنیم یه ذره قابل خوندن تر بشه. ایالی و اصحابی رگمون ارکانی فزورlerine احتمالاً huzurlerine و ولایایی کامن و حساب فاضل. نه آقا اینو من حالا کتاب رو اینجا فهمیدم، اینجا رو سلطان سلیمان سلیم رو دیدم دیگه. بذار ببین اینه مجیب والله الا اله الا تباید و تهذیب بینده سلطان اعظم خاقان معظم مالک. نگاه بکنید دوستان، کتاب با یه خطی نوشته شده که من به این خوندن این خط عادت ندارم، استاندارد نیستش، یعنی اون صداها رو روی حروف نگذاشته که من بدونم چه شکلی باید بخونم. خب این یه مشکلیه. من که تحصیل نکردم زبان مادریم رو و زبان تخصصی هم یاد نگرفتم و با خوشنویسی هم میانه ندارم و با خط دست نویسم آشنا نشدم، خب خوندن این کتاب برام سخته. ولی این کتاب رو اگر 1 ساعت وقت بذارم یا 2 ساعت وقت بذارم یا یه استادی داشته باشم که این رو یه صفحه‌شو با من بخونه، من این که چشم و این عقلم مغزم با این نوع حرکت قلم و شکل دادن به حروف و نوشتن کلمات با حروف و چسبوندن حروف به هم در کلمه و جمله آشنا بشم، اون وقت میتونم این کتاب رو به راحتی بخونم. خیلی زمان نمیبره. ولی خب این کتاب رو حالا من همینجا که چشم، بعضی ها میگن تندخوانی، من این تندخوانی که یه همینجوری دارم میکنم که معمولا هیچی متوجه نمیشیم. سلطان اعظم خاقان معظم مالک رقاب بلاد چی مولا ملوک العرب و العجم و ولی الامر بالاستحقاف المخصوص به عنایت ملک الخلاق السلطان ابن سلطان سلیم خاقان ابن سلطان بایزید. خب خاقان ابن سلطان محمد خان عبد الله و خلد سلطنته زماننده. خب آقا این من اول فکر کردم در دوره سلطان سلیم نوشته شده، نه میگه که فرزند اون. حالا چی بوده؟ سلطان خلد حالا این سلطان ها رو گفت، چند تا سلطان رو آورد و حالا میگه ملک الخلاق از سلطان سلطان سلیم، یعنی سلطان سلیم خاقان ابن سلطان بایزید، فرزند بایزید. خاقان ابن سلطان محمد
خان عبدالله، سلطان محمد خان. خب فکر می‌کنم این سلطان محمد خان یا سلطان سلیم، حالا من اینجا متوجه نشدم که بالاخره فکر می‌کنم این سلطان سلیمه که فرزند سلطان بایزید، بعد اون هم فرزند محمد خانه. خب فکر می‌کنم این کتاب در دوره سلطان سلیم نوشته شده که بخوایم بدونیم کدوم سلیم هست احتمالاً، چون که ممکنه چند تا سلیم داشته باشیم در دوره عثمانی. اگر اشتباه نکنم دوره عثمانی 36 پادشاه داره، 36 سلطان داره. ما اگه بخوایم از این میانه و اسامیشون هم تکراریه، به خاطر اینکه میخواستن اون احترام و عظمت اون سلطان رو حفظ بکنن، بچه هاشون رو به همون نام می نشوندن، حالا نامگذاری میکردن. حالا این سلطان سلیم فرزند سلطان بایزید باشه که اون هم فرزند سلطان محمد باشه، حالا در میاریم که اون کیه دیگه. حالا zamanında ki mücerred nebeviyenin 926 ilinde. خب هجرت، اینم مجرد نیست، هجرت نبویyenin 926 yılın sefer ختم بالخیر و zafer ayının evvelinde ترتیب بلور قلم geldi. خب این کتاب رو در زمان سلطان سلیم خان و در سال 926 هجری بعد از پایان ماه صفر به خیر و ظفر، یعنی احتمالاً جنگی بوده در اونجا، zafer ayının evvelinde tertip bulur قلمه geldi. بلور قلمه geldi. نگاه کن، حالا من یواش یواش دارم چیکار میکنم؟ چشم با این خط آشنا میشه، یواش یواش این کتاب رو میتونم بخونم. حالا میگه بیت، یه شعر میخواد بگه، یه بیت 4 مصرعی میخواد بگه. بادی بو کتاب دلگشای، باری بو کتاب دلگشای، طالبلرنه مبارک ایله. حالا این باری هم احتمالاً به معنی الله هستش. یا رب، باری نبوده، یا رب. یا رب bu کتاب دلگشای taliplerine mübarek eyle. Amin. Amin o diyen atalar edmin affi günahini فان ایله. حالا اینه دیگه میگم یه مقدار زحمت باید بکشیم این کتاب رو، اینو بخونیم. اما شل عزیز لیکن عزیزلیین جامعه قلم و رقم و جمعه مهم و کرم verirler bu nüskheye pürgüsur sahv قلم نه و خطای رقم نه و واقف olacak rica vardır ki islahiye ve verilgini ve verilge buyur miyub. Ecr cezile layık ve sevab cemiliye müstehak اوله بیت. میگه اگر این کتاب رو که من نوشتم اگر توش اصلاح و اشتباه و غلطی بود اون رو درست بکنید با لطف خودتون و از این حرفا، و انشالله که خدا به شما لطف بده. حالا ادامه داره، ببینیم این فصلهاش چیه. میگه که والله ملهم الثواب و الیه المرجع و المعاب. و bu رساله اینیده یا معینیده چی؟ قسم üzeredir. حالا اینجا یه چیزی نوشته که احتمالاً معینیده کی قسم üzeredir. حالا چند قسمه نمیدونم. بینلی ور قسم اول فصول متنوعه بیاننده‌دür و قسم ثانی
احتمالا اینجا درت باشه، نمیدونم این عدد احتمالا عدده، مثلا نمیدونم چند قسم. ثانی متفرقه بیاننده داره. فصل اولش در مورد بیان، فصل اول فصول متنوعه بیاننده داره، فصل دوم متفرقه. حالا نمیدونم بین متنوعه و متفرقه چه فرقی هستش، و ورور الله اعلم بالصواب، خداوند هم چیز هست. الفصل الاول، فصل اول فی بیان سیاق العربیه العربینیه، نمیدونم یعنی چی. الفصل الثانی فی بیان الارقام الهندیه. پس اینجا میشه کجا؟ الفصل اول فی بیان سیاق العربیه، سیاق العربیه، البته نه هم هستش، احتمالا این اربنیه نمیدونم یعنی چی، در بیان اون هستش. حالا یه نمیدونم چی هست. الفصل الثانی فی بیان الارقام الهندیه، در مورد رقم های هندی هست. الفصل الثانی فی بیان الجمع، اصل سوم در مورد جمع صحبت میکنه. الفصل الرابع فی بیان، در فصل چهارم به بیان التفریق، منها صحبت میکنه. الفصل الخامس فی بیان تصنیف، تنصیف، نصف کردن، تقسیم. در فصل پنجم در مورد تقسیم صحبت میکنه. الفصل السادس فی بیان تضعیف، این نمیدونم تضعیف یعنی چی، در ریاضیات صحبت میکنه. الفصل السابع تضعیف یعنی ضعیف کردن، نمیدونم، حالا مثلا منها میکنه، گفتیم که اونجا تفریق رو گفته بود، حالا اینجا تضعیف رو میگه. فی بیان کسورات الدرار رقم چی؟ حالا آقا اینا دیگه تخصصیه دیگه. و فی بیان خطایز الفصل الاول فی بیان السیاقت العربیه. اون عربیه بود، عربینه نبود، عربیه هستش، اون نون اضافی افتاده اونجا. اینجا برگشت و گفت bu اولین فصل سیاقی عربینن بیانındadır ve mühim bu siyagat Arabi ergami Hindinden öz ründ takdim olunmuştur. Üzerinde takdim olunmuştur. حالا دارم یواش یواش چشم عادت میکنه، یواش یواش میخوام چیز رو بخونم. مثلا ارامن من دیندن، من احتمالاً Hendindendir, kendindendir, mendindendir. Üzerinde takdim olunmuştur. Zira ki a'dad-ı Arabi aslidir ve cemi a'dad ki üzerine müqedder ve verbunun fi takdim dahi takdim labud olduğu acelde. اوکی، بریم ببینیم که چی میگه دیگه. حالا اینا رو دیگه من متوجه نشدم. ریاضیه. خب اینجا ببینید یه علایمی گذاشته که اصلا دیگه من نمیتونم اینا رو بخونم. اینها خطهای بدون صدا و بدون معنی هست برای من که این تخصص رو ندارم. اگه بخوام این کتاب رو بخونم باید یه مقدار از ریاضی بدونم، از ریاضیات قدیم، اسامی و اینها بدونم، از علایمی که بر ریاضی به کار برده میشه بدونم، تا بتونم اینجا بفهمم که این مثلا چی هست اینجا نوشته. دوستان اینو من بزرگش بکنم تا اونایی که از میتونم ویدیو ببینن این مثلا چی هست اینجا، اینها به چه معنی هستش. اشرتلر اونلی، اشرات یعنی دهگان ها. حالا اینجا اونلار رو میدونم بفهمم اینا چیه، مثلا اینا چی هن، اشرات رو چجوری اینجوری نوشته، اینها چی هن، اینا معات یعنی yüzها، yüzler اویی، یعنی اینجا گفته بود اونلار ده ها رو اینجوری علامت گذاری میکنه. مثلا میگم
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 حالا شایدم نمیدونم این 10 باشه، مثلا 11 12 این 20 21 این مثلا 30 31 40 41 50 51 60 61 70 71 نمیدونم اینجوری مثلا شاید نمیدونم میشه فهمید. این سخت نیست. اینجا صدها رو، اینم علامت صدهاست، مثلا این 100 این 200 این 300 این 400 این 500 این 600 این 700 این 800 این 900 مثلا اینجوری. بعد میشه آلوف هزار. بینلر این زیرم گفته بینلر، مثلا این 1000 هست، 2000 این مثلا خط کشیده روش، این 3000 این 4000 این 5000 این 6000 این 7000 این 8000 این 9000 این بعد میشه مثلا 10 بذارید ببینیم عشرات آلاف. حالا 10,000 و 100,000 10,000 20,000 30,000 40,000. حالا اینا رو باید برگردیم به اون 1 بود 2 بود 3 بود اونها رو ببینیم اینجا چجوری به کار برده. مثلا نگاه کنید، من حالا اینو کوچیکش بکنم ببینید اینجا گفتش که یک این علامت بود، 2 3 اینجوری. اگر ببینید یه دونه خط داره، حالا ببینید دارم متوجه میشم، نگاه کنید دوستان، یه دونه خط اینجوری هست، دو تا خط متو به هم چسبیده، سه تا خط مثل تشدید به هم چسبیده، 4 یه دونه یک هست، یه دونه این وسط یک دندانه هست، یه دونه میم، یه دونه عین هست، یه دونه آ، این میشه مثلا 4. برای اینکه چی؟ برای اینکه یه دونه از این دو تا یک در این ور اونور هست، یه دونه دندانه هست، یه دونه میم مثلا فرض بکنید. حالا 5 چیه؟ یه دونه ما هست، یه دونه سا مثلا. 6 هم این نگاه کنید اینجوری. حالا داریم متوجه میشیم که برای اعداد به جای اینکه بس الان ببینید در اون زمان، در یک زمانی یک رو با اینجوری، دو رو با اینجوری نشون نمیدادن، یک رو با یک، دو رو با دو تا یکی که به هم چسبیدن، سه تا با سه تا سه‌ای که سه تا یکی که به هم چسبیدن، 4 رو هم اونجوری، 5 رو هم با یه شکل دیگه اینجوری. حالا من دارم این کتاب رو یواش یواش رمزگشایی میکنم دوستان. از طریق چی؟ از طریق آشنایی با حروف بعدی که اومد دیگه. اول یه فرضیه تو ذهنم شکل گرفت، بعد اون فرضیه رو حالا دارم هی روش کار میکنم، این کتاب رو باهاش دارم آشنا میشم. اینجوری میشه که یک کتاب رو میشه خوند. حالا اگر اینجا بیایم برسیم به 10,000 مثلا، اینجا هزارها رو نگاه کنید، صدها که اومدیم دوباره این صد رو اگر با اون یک نگاه بکنید، یه میم اولش هست، بعد یه الف میشه صد. این 200 یه الف و یه دونه هم بغلش یکی دیگه گذاشته شده 200. مثلا 300 مثل اون چیز هست، 400 تقریبا شبیه اونه. هی همینجوری میشه اینها رو حالا 10,000 ها و 100,000 هم اینجوری، مئات آلاف، این صدها هزار رو داره، 100,000 200,000 300,000. حالا این بالاش هم نوشته، نگاه کنید عددهای جدیدشو اینجا 100,000 رو نوشته. 100,000 از نظر گرافیکی یعنی از نظر دو نوع میشه گفت 100,000 رو میشه نوشت. یه وقت هستش که بنویسیم یک در جلوش 4 تا صفر بذاریم بشه 100,000 10,000 ما عذر میخوام 10,000. یه وقت هستش اینه با علامت زیری که اونجا نوشته نشون بدیم. خب من تا اینجا پس درست اومدم اینو. مئات آلاف، حالا این 100,000 200,000 300,000 رو چجوری بنویسیم؟ اینم علائم اونه با یه نقطه اضافی که یه حالت درجه داره، صفر تو خالی، این نشون میده که این 100,000 200,000 300,000 اینا. بعد 900,000 رو هم اینجا خودش دوباره با ریاضی نوشته، دوباره داره آموزش میده. دو روش ریاضیات رو که در اون زمان بهش به کار برده میشده داره به شما آموزش میده. اینجا دوباره مئات الف، 100,000 یعنی میلیون رو رفت. میلیون نداره در زبان اون زمان، در زبان ترکی و عربی میلیون نبود، میگفتن چیکار؟ مئات الف، 100,000 200,000 300,000 400، یعنی به جای میلیون اینجوری میگفتن. بگیم که 100,000 اینجوری، 100
مثلا اینو اینجوری خونده، ببینید زیرش چجوری خونده خودش، برای اینکه میگم صدا نداره نمیتونم بخونم. خودش گفته 100 کی 101 olur. 100.000 olur. 100 کی 100.000 olur. خب اینجا داره حساب رو آموزش میده، بعد میاد اینها رو به رقم تبدیل میکنه. مثلا میگه 100 و bu surete رقم olunur. 100 رو به این شکل می نویسن. نگاه کنه حالا با مداد قرمز یک نوشته، جلوش 2 تا صفر گذاشته. 100 بر bu surete رقم olunur. yüzler احتمالاً yüzer. حالا دارم متوجه میشم yüzler. حالا اینو میخوام به زبان امروزی بتونم اینو یوزر یعنی صدها، صدگان، اینجوری یادم اومد. یوزر یعنی صدگان ها به صورت رقم اولونور. صدگان یوزر از 100 تا 1000 این میشه یوزر. یعنی این مجموعه ای که بین 100 تا 1000 وجود داره، 999، این مجموعه بهش میگن یوزر، یعنی صدگان، صدها. حالا متوجه شدم، اون بالا اینو نمیتونستم بخونم، حالا متوجه شدم که این یوزر میشه. بو صورت رقم اولونور به شکل اینجوری نوشته میشه، 1 2 تا 0. و اگر ورنجی منزلت واقع olursa عدد بیگدر بو صورت رقم olur 1000. و اگر dördüncü çahorrumin منزلت واقع olursa یعنی اگر به مقام چهارم، به مرتبه چهارم برسه، یعنی رقم ها واقع olursa عدد büyüktür، عدد بزرگ میشه، از یوزر رد میشه، از صدها رد میشه، به هزارگان میرسه. bu surette رقم olunur 1000. و اگر 5. منزلت، اگر 5می هم واقع olursa عدد عدد ön 1000'dir. اون وقت عدد میشه 10,000. و bu surette رقم olunur بله 10,000 اینجوری نوشته میشه. هی داره اینها رو توضیح میده. حالا میاد اینجا ببینید داره آموزش میده. یعنی یه بچه‌ای که ابتدایی بره لازم نیست 12 سال درس بخونه بیاد. این کتاب رو که برداره یا آدم بیسواد مثلا 18 ساله رو، 20 ساله رو، 50 ساله رو بیارید، میخواید بهش ریاضی یاد بدید، میایید این رو جلوش میذارید، بهش یاد میدید که اینجوری. من به نظرم این ساده تره، شاید به خاطر اینکه من حالا 50 ساله 60 ساله دارم کتاب میخونم برام ساده بیاد. حالا اینجا اومده گفته 30.000 و ممدور بس ایمدی مذکور ارگام ایمدی وز متقدمین طریق üzere علی ترتیب وز olunur احسا یعنی اینجا تموم. عشرات، ده ها چجوریه؟ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 صد، مئات، صدها، 100 200 300 400 500 600 700 800 900 آلاف، هزار، آلوف البته، آلوف 10,000 20,000 30,000 تا 90,000. عشرات آلوف 10,000 ها میشه 10,000 20,000 30,000 40,000. بعد این مئات هزار میشه 100,000 200,000 300,000 400,000 اینجوری. عشرات همینجوری دیگه تا میلیون رو ببینیم چجوری میخونه. عشرات مئات آلاف این میشه 1,000,000. اسمش عشرات آلاف، 10,000. خب 10,000 آلوف این میشه 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 تا 90,000,000 9,000,000 عذر میخوام. بعد مئات آلوف 100,000 این هم میشه 10,000,000 20,000,000 30,000,000 رفت بالا.
آلاف مئات الوف، این دیگه میشه میلیارد، همینجوری داره میره پایین. نگاه کنید، آلاف الوف مئات الوف. خب این دیگه نیومده ترکیشو بگه، متاسفانه من اینجا شاید من نخوندم، نمیدونم. باید اینو خوندید که ترکی اینها رو چه شکلی میگه، آیا به همون عربی میخواد بگه یا اینکه براش ترکی داره، نمیدونم. bu 100.000 حالا اینجا داره توضیح میده که مثلا این عدد چجوری خونده میشه. پس imdi 1210 نگاه کنید اینو داره میخونه، این خط قرمزی که اینجا هست 1 2 8 انگلیسی فارسی همه رو قاطی کردیم. پس imdi 1210 و 9 اینجا 8 نوشته، این 9 گفته 10 110 و 900 و 900 اینجا 8 رو نخوند، رفت بود 970 اینجا 8 رو نخوند، متاسفانه یادش رفت این 8 رو هم بخونه. 972 kere 100.000 72 kere 100.000 و حالا اینده 56.412 عدد olur و قس علی هذا، یعنی یه عدد اینو خوند. اینو اینجا چجوری باید بخونیم؟ اینجا نوشت، البته گفتم یکی دو مورد رو یه جا پرید ندید، یعنی ننوشت، در نوشتنش مشکل نتونست بنویسه. این ترکیشه دیگه، این عدد رو به ترکی داره میخونه. اینو میخواستم بهتون بگم که من بالا گفتم که نمیدونم اینو مثلا چجوری گفته، اینو اینجا خوند. پس میشه imdi 1210 kere 100.000 72 kere 100.000 و لریخی این نمیدونم این چیه، علی و داخی، احتمالا این باشه، و داخی 56.412 عدد. بذار 56.412 بله 412 olur و قس علی هذا. اینجا دیدیم پس این به ترکی هم اینو چیکار کرد؟ خوند. الفصل الثانی فی بیان جمع چی اینجا هست، اینجا دوباره شروع میکنه به جمع رو چجوری باید انجام داد. اینجا جمع رو توضیح میده، جمع چه شکلیه. حالا متوجه نمیخوایم کتاب رو بخونیم، بیشتر داریم معرفی میکنیم که در زبان ترکی برای آموزش ریاضی استفاده میکنه. حالا از اعداد یاد میده، به اعداد هندی رو، اعداد عربی رو، یعنی با هندی چه شکلی مینویسن. مثلا فکر بکنید که الان ما در ایران خیلی با اعداد رومی یا یونانی آشنا هستیم که با نمیدونم همین 1 و 2 هستش رو خط میکشه، مثلا میشه 4 و 5، نمیدونم یه وی میشه 5 و از این حرفا. ما با این آشنا هستیم ولی با اعداد چیز آشنا هستیم. حالا اینجا اومده در اینجا از این فصل فی بیان رابع فی بیان تفریق، اینجا از بالا از جمع صحبت میکنه. در اینجا جمع رو چه شکلی باید انجام داد اونو توضیح میده. در اینجا درباره منها داره میخواد صحبت بکنه. مثلا اینجا نگاه بکنید 633 به علاوه 322 362 به علاوه 120 رو میخواد جمع بکنه. اینجا 3 و 3 3 و 2 میشه 5 نوشته، 3 و 6 و 2 میشه این 5 11 باید باشه. اینجا 3 و این 9 احتمال میدم، 3 و 9 میشه 12، اینم 3 باشه میشه 15. این 5 یک در دست، این 9 باشه میشه 10، اینم 4 احتمالا اینجا 4 رفته. حالا اینا رو جمع کرده، اینا بقیه اوله، بقیه اول، بقیه و باقی. حالا بقیه اول تشدید من اینو حساب میکنم، بقیه ثانی، بقیه اول این بوده، بقیه ثانی این بوده، مال جمع نسخ میزان. حالا این 4 نمیدونم این چیه دیگه، اینا
اصلاحات چیز هست. اینجا منفی میکنه، یعنی ما تفریق میکنه، منها میکنه. ما قبلا تفریق میگفتیم، بعد یاد گرفتیم که این منهاست، بعد حالا ماینس میگیم. 5358 منهای 4100 یا 3134 تقسیم میشه چی؟ 2224. خب اینجا اینها رو یاد میده و نوع و یا که مثلا اینجوری داره یه چیزهایی رو یاد میده. دوباره اینجا از این مثلا 1,000,000 میخواد این عدد رو کم بکنه، یه به جای اینکه چیز بکنه یه صفر میذاره آخر عدد. ما قبلا چیکار میکردیم در ایران؟ یه جوری دیگه کار میکردیم. این زیرش یه صفر میذاره، از اینجا مینویسه، زیرش صفر میذاره و بعد از اونها تقسیم میکنه، این مینها میکنه، این میاد اینجا. دیگه من اینها رو نمیخونم، کتاب رو میشه خوند. و بذارید بریم مثلا یک صفحه‌ای که خیلی الان طولانی شد این بحث. جدول ضرب آورده 1 2 3. ببینید قبل ما در ایران یاد گرفته بودیم از راست به چپ میخوندیم ریاضی رو، اینجا از چپ به راست. نگاه بکنید فرق این قضیه. 1 2 1 تا 2 2 تا 4 تا 2 3 تا 6 تا 2 4 تا 8 تا 2 5 تا 10 تا. نگاه کنید در اون زمان این جدول رو کاملا داشتن به کار می بردن، تا 90 هم بیشتر نیست. Bunun dahi tariqi budur ki bu zil tahtanide her adedi birden 9'a ve varınca zil foganinin her adedinden birine 9'a varınca zerb olan ama bir adedi zerb ayani zira kim عدد و کل. حالا میبینی که میشه خوند کتاب رو، یه مقدار باید زحمت کشید، وقت صرف کرد، به خط و اینها عادت کرد. به نظرم الان چشم من خیلی بهتر برای این خط عادت کرده، به نظرم مغز من هم داره به این عادت میکنه که میتونه بخونه. مثلا مضروبون آتینه ضرب olmub hasili zerbi alt ile bir khane olur regem alında evvelinde ba'd regem mezrebün aşratine zerb edip hasili zerbi bir khane gibi ve khane gibi ve sene رگم. ببینید میشه خوند، یعنی میتونم بخونم. حالا اینجا یه کار دیگری کرده، ببینید حالت نمیدونم این چی بگیم، باید اگر bu mütevahhidi birin 255 pare, her bir paresi 2500 ببینید بعضی از خطوط رو هنوز نمیتونم بخونم برای اینکه چشم هنوز به این عادت کاملا عادت نکرده. هنوز چشمم کاملا به این خط عادت نکرده، ولی خب یواش یواش میتونم اینو بخونم. یعنی اگه فکر میکنم 1-2 ساعت براش وقت بذارم میتونم این خط رو کاملا بخونم. در این حالی که این خط خوندن این کتاب برای من هیچ وقت تا زمانی که ریاضی آشنا نشم، ببینید اینو میخوام بگم، تا زمانی که من به ریاضی آشنا نشم. چرا اینجوری نشون نمیده؟ کاش اینجوری نشون بده. این اگه اینجوری نشون میده خیلی جالب میشه ها. شیر اسکرین، اینم شیر اسکرین داره، این جالبه، این هم جالبه. من اینو نمیدونستم دوستان که خود گوگل ببخشید چیز این چیه اسمش،
خود این تلگرام یک چیز داره، شیر اسکرین داره، یعنی میشه صفحه رو نشون داد در اونجا. خیلی جالبه، من اینو نمیدونستم. یعنی اگه بخوایم یه مدرکی رو تو این تلگرام نشون بدیم قابل چیز هست. این خیلی جالب. حالا اینجا تقسیم رو کار میکنه دوستان، رفت رو تقسیم. این خطم نشون میده که داره تقسیم رو کار میکنه. این 52 هستش اینجا، نمیدونم اینجا 48 باقی ماندهش چیه از این حرف، 482 یا نمیدونم، حالا از این حرفا نوع ثانی تقسیم اینها رو داره توضیح میده. کتاب به زبان ترکی هستش. خب اون چیزی که میخوام بگم، کتاب بسیار تخصصی و بسیار علمی هستش، دست نوشته هستش، در دوره سلطان سلیم نوشته شده. ببینید اینجا دوباره اومده کاری رو انجام داده و بعد روش خط کشیده. حالا باید دید که این چی هست، چرا این کارو کرده. احتمالا اینجا توضیح داده باشه. نگاه کنید اینجا دوباره یک کار دیگری رو انجام داده و توضیحاتش هم نوشته جلوش. خب این ریاضیات رو با انجام من فکر میکنم هیچ وقت تو مدرسه ما به این شکل درس به ما ندادم. فکر میکنم به این شکل اگه به ما درس میدادم ما بهتر یاد میگرفتیم ریاضی رو. اینجا خیلی خوب اومده ریاضیات رو آموزش داده. چرا؟ برای اینکه نسل‌ها روی این کار کردن. حالا من دارم میرم آخر کتاب که دیگه تخصصی سر در نمیاریم، نمیتونیم براش وقت صرف بکنیم. این کتاب گفته که 186 صفحه است، 184 صفحه ببخشید. من اومدم روی صفحه آخر دیگه. اینجا ببینیم چیزی گفته که پس اون تقدیر برونگ یکی ربعنن طولی و ارزینی geçelim olur ve misal imdi bilin ki bu zahir gerekçe olmak Rab'i onun öldüğüm gibi görünür. خب تا آخرین سطرشی دادن مسئله حل کرد و اینجا اومد دیگه کتاب تموم شد. اونجا داشت چی میکرد که طول و عرض یه چیزی رو داشت محاسبه میکرد. نمیدونم حالا من الان بگم که مربع رو یه مستطیل رو مثلا طول عرضش رو جمع بکن یا یه سه ضلعی رو مثلث اینا رو نمیدونم. من الان یادم رفته، بلد نیستم. ولی نگاه کنید این تا آخرین چیز اومد یه عدد 40 هم اینجا گذاشت که حالا دیگه نمیدونم چی میشه. و her kimin içinde geçse zor ölse demir bu ترغینی گاینادوب. این یه چیزه، یه بیماری رو دارو نوشته اینجا. یکی دیگه این کتاب تموم شد ریاضی. حالا این کسی که کتاب رو خونده بوده یا همون نویسنده بالا اومده یه چیزی نوشته، هر kimin içinde gan getir zor ölse، هر کسی که خونریزی بکنه، خونریزی درینی داشته باشه، demir bu ترغینی گاینادوب. نمیدونم دمیر میدونم آهنه، بو ترغینی گاینادوب یعنی به جوشانده سویون ایچه bir sabah bir akşam، هم صبح هم شب، غایت acıdır، خیلی تلخه، غایت acıdır اما زمان نافعdır، اما زیاده نافعdır. حالا دارم با د و ه هم آشنا میشم که این د و ه رو چجوری می نویسه. اما زیاده نافعdır یا الله تعالی. اوکی. حالا من یادم نیستش که نویسنده اسمشو گفت یا نه. نیچه bir اسم دور yazdı یا رسول الله شفاعت کل بنا. اینم دیگه من اینجا برم اول کتاب ببینم که حالا یه اسمی از خودش نوشته بود. احتمالاً در این قسمت بود که این کتاب مشتمل بر فلان اینجا باید نوشته باشه که اینجا رو نخوندیم. روایت فلان به توفیق و الان فی تبال تهین و فلان بعد آن
بعد از نثار و در حمد و نثار و ثنا و ایثار عز و شکر و دعا بو رساله فرخ فزانن محرری و بو و بو جالده نم ترخ نورانن مگرری بنده بی وستنا تسویب گزلن عبدس اصلح الشانه و سناه اما شانه ایدرچی. حالا اسمش اینجاست که روز پیروز و روزگار نعوزه بو توفیق بی پایه و وضعی بی سرمایه علم حسابن اکتسابینه مشتمل و تنورسینه آتش طلبی مشتعل اولن بو حدیث مطلع اولن چه صدر کائنات و مفخر موجودات علیه افضل صلوات و اکل هدهیات لفظ در دربار گوهر نثarında منشوع ile mahfuz falan kılmış ve ehsane evvel için bu meanesi ve keste hatır keste vazih olduğu yani ki bildim ki ilmi hesab bir ilmi şerif ve fen latifidir ki bazı mesail ve beniye ve fezail yaqiniye bu ilmin tahsiline menut ve bu fennin تکمیلینه مربوط. آقا وقتی چیز میکنیم میتونم بخونم، اینجوری نیست. آقا اسمش اینجاها یه جایی بود ایثار از عذر و شکر و دعا بو رساله فرخ فزانن محرری و بو اجالده ترخ نورانن مگربی بنده بی وسنا و سور بی بنی فی بنزگی közlen عبدال اصلح البحد اصلحن شعنهو عبدال اصلح شانهو و سانه اما شانه. احتمالا نمیدونم اسمش احتمالا عبدالاصلح باشه. کامل نتونستم بخونم ولی احتمالا این باشه، ولی در دوره یه چیز رو فهمیدیم که اونجاست. تاریخ هم براش نذاشتن، نه آخر کتاب تاریخ بود نه اول کتاب تاریخ بود که بدونیم، ولی از طریق اون چیز میشه فهمید. احتمالا اینجا هم یه چیزی در مورد نویسنده باشه ولی نمیتونم بخونم این خط رو. در نتیجه دوستان خیلی هم طولانی شد. اینو بگیم که یک کتابی در دوره سلطان سلیم خاقان سلطان سلیم نوشته شده در زمینه ریاضیات رو در چندین فصل آموزش داده به زبان تخصصی ریاضی و علمی. کتاب استاندارد نیست، یعنی منظور من متوجه شدید که منظورم از استاندارد چیه. استاندارد نوشته نشده، یعنی صداها رو روی حروف نذاشته. فرض بر اینه کسی که به این سطح رسیده که میتونه کتاب ریاضی در این سطح رو بخونه، این با استاندارد زبان ترکی آشنا هست، با زبان ادبی آشنا هست، با زبان علمی آشنا هست، با زبان ریاضی آشنا هستش. در رسی نیازی نداره که به این آدم مثل اول ابتدایی روی حروف و کلمات صداها رو گذاشت تا درست بخونه. فرض کتاب بر اینه که متخصصین این کتاب رو میخونن. کتاب بسیار جالب هست، قابل خوندن هست. برای منی که تا الان یک چنین کتابی رو هیچ وقت تلاش نکردم بخونم، میتونم بگم که اگر یه 2 ساعت وقت بذارم، زیرا که مقسومون علیه اولانی، میتونم بخونم. بسیار بسیار خوشبختم. خلاصه اگه بگم دوستان، امروز 2 کتاب رو معرفی کردیم، میخوام خیلی خلاصه کتاب رو بگم. اسم کتاب اول فضیلت ها بود، در 128 صفحه نوشته شده بود به زبان ترکی. فقط
اولش که سلام علیک هستش و درود به پیغمبر و اینها یه 2 سطرش عربی هست، بقیهش ترکیه، ولی پر از آیات و قرآن و خیلی ادبی و استاندارد نوشته شده، خیلی خطش خوانا و خیلی به راحتی میشه با ترکی. ولی تنها چیزی که در این کتاب دیدم اینه که این کتاب با لهجه یه جایی نوشته شده. یعنی درست استاندارد هستش، کتاب رو استاندارد نوشته، ادبی نوشته، تخصصی در این موضوع نوشته، موضوع متخصصانه نوشته، اما به نظر منه که ترکی رو نمیدونم، بی سواد مطلق هستن در زبان ترکی، اونم در زبان ترکی تاریخی در یک مقطعی. به نظرم اومد که این کتاب یه لهجه یه منطقه خاص، جغرافیایی خاصی رو داره. مثلا götürmedi، مثلا اینجا دارم میبینم، یا gullarının üzerine rahmetini agide زیاده قنقی کشی. نگاه قنقی کشی. مثلا من این اولا ترکیشو نمیدونم، شاید فکر میکنم که این یه لهجه یه جاییه. در هر حال این کتاب در 128 صفحه نوشته شده، در رابطه با فضایل و در رابطه با ثواب و اینجور چیزا هستش. آیات رو با خط قرمز، عربی ها رو با خط قرمز نوشته، جمله ها رو با یه نقطه های تقریبا زیتونی رنگی یا طلایی رنگی جدا کرده، خیلی بزرگ. اینها به راحتی میشه خوند، لهجه رو میشه فهمید که این مثلا دکوله، نگاه کنید دو نوشته ولی روش او رو هم گذاشته، دکوله، کیده، اندن، اغزینه. ببینید اینو دارم الان اینجا از روی کتاب میخونم، مثلا از اینجا بخونم. گچان bir kişi namaz kılmak için، به نظر من خیلی تبریزیه، خیلی آذربایجانیه، حتی قره‌داغیه مثلا. منتها این گچان مثلا چی هست نمیدونم. گچان bir kişi، اونم بر کشیده. گچان bir kişi namaz kılmak için abdest alsa elin yüse öl günahları kim elinden sadir ölmüştür döküle kide enden ağzına احتمال مس verse ağzıyla ve diliyle sale, yani sözler döküle gide andan yüze yüzüyle ve gözüyle ettiği günahlar döküle gide andan kaçan kim ayakların yüze cemi günah ki ayağından sadir ölündü hab döküle gide. مثلا این حب الان تو ترکیه خیلی کاربرد داره، ما در آذربایجان الان اینو به کار نمیبریم. نگاه کنیم مثلا این به نظر من یه لهجه یه منطقه‌ای در یه مقطع تاریخی، ولی خیلی 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 به آذربایجان نزدیکه. من فکر می‌کنم این لهجه آذربایجانه در 500 سال پیش، 600 سال پیش. حالا میتونیم در بیاریم اونجا 700 سال پیش باشه این. چرا گفتم؟ برای اینکه این لهجه رو هم استاندارد کرده، صداها رو گذاشته تا شما دقیقاً اون رو در بیارید. مثلا دلیله خیلی زیباست این کتاب. ابن عباس Resul Hazretlerine sordu. Ayetti ya Resulallah, bir kişinin günahı neyle gider dedi. Andan Resulullah ayetti. Kaçan bir kişi من فکر می‌کنم این گچان اینجا باید مثلا عابد باشه. حالا این کتاب خیلی زیبا نوشته شده، با لحظه، هم که گفتم لحظه اینجا اومد، هیچ bir لحظه فارغ
olmayaydın haberde gelmiştir kim. Musa peygamber Tur Tağine çıktı. Münacat ederken ayetti ya ilahi beni aziz mükerrem güldüğün gibi kimse aziz mükerrem güldün mi ayetti. دقت بکنید خیلی این کتاب به نظر من یکی از زیباترین کتاب هاست برای اینکه شما رو با لهجه هم آشنا میکنه. بعد کتاب دومی که خوندیم کتاب در رابطه با ریاضی بود، در 184 صفحه با خط میتونم بگم زیبای خوشنویسانه پسر عموی من، برادر بزرگم در اصل میتونم بگم، این کتاب رو میتونه بخونه چون خطش به این خیلی نزدیکه. وقتی که جوون بودیم جفتمون، اون البته 1-2 سال از من بزرگتره، ولی اون اینجوری مینوشت با این خط. من فکر میکنم اون خدا عمرش بده و سایش رو سر خانواده های هدایت مستدام بکنه، اون فکر میکنم این کتاب رو به راحتی میتونه بخونه برای اینکه با این خط آشناست. این کتاب داره برای آموزش ریاضیه. ما این کتاب رو چیز کردیم، ورق زدیم و با چیزهایی که آشنا بود. اول کتاب با چند تا طرح مسئله آشنا میشه، آغاز میشه. بعد حروف ابجد رو براتون آموزش میده، تقسیم رو، اول این بلماخ رو آشنا شدیم که در اونجا اینجوری تقسیم رو چه شکلی کار میکرد. بعد ابجد رو آشنا شدیم، حالا اینها بعداً در خود کتاب کار خواهد شد. بعد با یه مسئله اینجا آشنا شدیم که اینجا رو چجوری جمع کرد، 1221 و اینها رو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فکر بکنید که از 10 روستا رفتن مالیات جمع کردن، هر روستا یه مبلغی مالیات داده، اینها رو میخوان جمع بکنن ببینن که چقدر مالیات هست. خب اینجا اومده طرح مسئله کرده و دوباره اینجا بالا 8 تا بود، اینجا 9 10 11 12 13 تا مسئله رو اینجا در یک صفحه جمع کرده مقدمه و بعد شروع کرد به کتاب رو یه آدمی احتمالاً به چیز عبدالاصلح لشعنه، نمیدونم حالا این اسم خودشه یا صورت، نمیدونم اسم خودش رو متوجه نشدم، نویسنده رو به زبان ترکی در ریاضیات یک کتاب نوشته و در اون اومده کتاب اومده چه چیزهایی رو میخواد یاد بده در 6 فصل اگر اشتباه نکنم. بذارید ببینیم چند فصل بود. الفصل رابع عشر، نه بیشتر، الفصل ثانی عشر، الفصل این اول فصل اول، این الفصل ثالث و 20 احتمالاً در 22 فصل الفصل ثانی و 20 در فصل 24 و قسمت المواد زین الفصل الثالث و در این 23 فصل ریاضیات رو میخواد آموزش بده که گفتیم در یه فصلش تلاش میکنه با عربی اولیه که چجوری ریاضیات رو با یه علایمی مثل علایم خط، حروف داشتن می نوشتن میخواد آموزش. بعد فصل دوم هندی ها چجوری می نوشتن، اعداد رو اون رو میخواد بکنه که میدونید صفر رو مسلمون ها از ترک ها، نه مسلمون ها، عرب ها نه، مسلمان های ترک صفر رو از هندی ها پیدا کردن و به ریاضیات اضافه کردن و چیزی رو که هندی ها با آنکه صفر رو داشتن اما نمیتونستن اعداد چیز رو ازش استفاده بکنن یا حالا بعضی مسائل رو حل بکنن و اینا، مسلمانان ترک تونستن اون رو پیدا بکنن و با علاوه کردن اون بتونن یه شکل جدیدی به ریاضیات بدن. و فکر میکنم، حالا بازم اینجوری فکر میکنم که این که الان دارم اینو فکر میکنم دوستان، این از روی این کتاب دارم میبینم که ببینید ما در صفحه بعد، حالا اینجا فصله ها رو نشون داد، اینجا دوستان اگر من بتونم به شما نشونش بدم، اینجا ما با حروف عربی
یا با حروف هندی، با هر چیزی آشنا میشیم که چجوری 1 2 3 4 مینویسن. ما الان 1 رو اینجوری مینویسیم در زبان فارسی، 2 رو اینجوری در زبان ترکی هم. ولی وقتی که از اینها میگذریم میایم اینجا میبینیم که این آدم اینجا میاد 1 2 رو یاد میده. نگاه کنید اینجا و اینجاها 1 2 رو یاد. من فکر میکنم 1 2 این که با 1 رو اینجوری بنویسیم، 2 رو اینجوری بنویسیم، 3 رو اینجوری بنویسیم، 4 رو اینجوری بنویسیم، 5 رو اینجوری بنویسیم، من فکر میکنم این هم جزو اختراعات ترک‌هاست. فکر میکنم که جزو اختراعات ترک‌هاست. به جای اینکه بیان مثلا با این عدد هندی که اینجا هست مثلا، یا نمیدونم این احتمالا هندیه احتمالا عربیه نمیدونم، با این بیان نشون بدن که اینجا نوشته مثلا نگاه کن این 1000 رو اینجوری نوشته دیگه، حالا این 2000 رو اینجوری نوشته. نگاه کنید من یه بار دیگه اینجا اینجوری اینو بزرگش بکنم که دوستان اینو ببینن. ببینید این 1000 که با 10,000 عذر میخوام 10,000 که با 4 تا 0 نوشته بشه اختراع ترک‌هاست، ولی این یا عربیه یا هندیه نمیدونم. این 10,000 هندی یا عربیه، این 20,000 این 30,000. من فکر می‌کنم این که این 1 رو بنویسید با 4 تا 0 این رو مشخص بکنید، این اختراع و نوآوری ترک‌ها در ریاضیاته. البته الفصل الثانی فی بیان الاعداد و الارقام الهندیه، اینجا از هندی شروع میشه که حالا هندی ها چه شکلی استفاده میکنن اینو باید دید، ولی اینجا دوباره میاد از این رقم استفاده. حالا احتمالاً نمیدونم ممکنه که این 1 2 3 4 که الان من بهتون گفتم ترکیه ممکنه هندی باشه، نمیدونم کتاب رو نخوندم، ولی اینجا این خیلی شبیه هندی بود، این خیلی شبیه یه چیز دیگه است. حالا باید مثلا این قسمت رو بخونیم ببینیم چی میگه. Bu ikinci fasl ergamden kul beyanındadır. Ergaminden beyanındadır. Mesela bu ergam minden a'dadünün ahvalinde ustalık 9 surette vaz etmişler ve bunun da ساکی مذکور میتونم بخونم، نه میتونم. حالا اینجا آدم در برنامه زنده یه مقدار هم میخواد که سریع بخونه. اینجا هم اعداد هندی رو نشون میده که به چه شکلی هستش، پس احتمال داره که اینی که گفتم اعداد ترکی اون اعداد عربی هندی باشه. الفصل الثالث فی بیان الجمع الفلان، این دیگه شروع میکنه در هر فصلی در یک موضوعی کار میکنه، جمع رو کار میکنه، تفریق رو کار میکنه، نمیدونم تقسیم رو کار میکنه، نمیدونم چیزهایی رو کار میکنه که من یا نخوندم یا اینکه خوندم فراموش کردم و نمیدونم. مثلا میگم اگه بریم این مثلا تو صفحه 96 مثلا 96 اگه بریم مثلا ببینیم اینجا در مورد، حالا ببینیم فصلش چیه. الفصل السابع عشر 17 بیان المسقال و الگیرات. مسقال و گیرات چی هست اینو داره توضیح میده. الان میدونی که مسقال، گیرات و مسقال وزنهایی هستن که در زرگری و طلاسازی و طلا خرید و فروش طلا و چیزهایی مثل اون ریز کوچیک که خیلی ارزشمندن استفاده میشه. گیرات که خیلی کوچیکه، مسقال بزرگه، گیرات خیلی کوچیکه به نظر من، ولی من اینها رو نمیدونم. چون نمیدونم و هیچ وقتم یاد نگرفتم. مثلا بیان قلمشتور شعر نمیدونم حالا اینا چی هن، این چه عددیه که اینها به این شکل نوشته. مثلا اگر فصل بعدی رو بتونیم بریم یه فصل پیدا بکنیم که الفصل عشر فی بیان رسومات، نمیدونم این یعنی چی. مثلا این الثامن عشر 19 فصل 19 هم بر بیان رسوماته. رسومات یعنی چی من اصلا نمیدونم. بو
امنی 8. فصل اون. ببینید این اون رو چجوری نوشته، من دارم یواش یواش عادت میکنم به اون 8. فصل استخراج رسومün beyanındadır. Zira kim bu dahi kesirul istimalüdür. Mesela 58.750 adedi adeddür. Melki o 3900 toga ile 90 احتمالاً 90 ile ببینید یعنی خیلی دیگه رفت رو یه چیزایی که هم خط رو نمیتونم بخونم هم سوادم نمیرسه. یه فصل دیگر رو هم اگه بتونیم اینجا نوع دیگر از قسم ثانی که اینم حالا مثلا 22 پاره گماش مثال میزنه، سوال میده و بعد شروع میکنه به انجام اون عمل در اینجا. بذارید یه فصل دیگر رو هم اسمشو الفصل و هرچی سامن پی بیان قسمت الغرما بکیمینه، قسمت الغر ماکمینه. اصلا نتونستم بخونم که ببینم این بفهمم که این قسمت از ریاضیات در مورد چی است. به هر حال کتابی که امروز معرفی کردیم یکی در مورد اعتقادات بود، یکی در مورد ریاضیات، بسیار علمی، بسیار تخصصی و آموزشی، هر دو. نگاه کنید مثلا اینجا چه اعداد رو با هم نمیدونم عمود و فلان و از این حرفا که من دیگه اینها رو سر در نمیارم و نمیتونم اینها رو براتون حتی بخونم. البته که خود کتاب رو میتونم بخونم یواش یواش اگه کسیشم عادت بکنه. برای شماها زبان ترکی زبان علم، زبان تخصص، زبان ریزکاری های علم هستش، در حالی که زبان فارسی شما نمیتونید این عدد رو اونجا مثلا این چیزها رو به زبان فارسی ببینید، اینها رو باید به زبان عربی این کارها رو انجام بدید. توضیحاتش و اینها رو هم که دیگه ولش کنید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.